السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه گفتگو. هر هفته گفتگو با من میشد و امروز ما مهمان داریم و گفتگوی من و شما، صحبت من و شما البته به مهمانی امروزه ما خواهد بود. تماشابینان عزیز گرامی، ما به برنامه امروزه رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محی‌الدین کبیری را دعوت کرده هستیم. من یک چند سوال‌های خودم را دارم که مطرح میکنم و البته هر یک شما میتوانید وارد استودیو شوید، سوال‌های خودتان را مستقیما به رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محی‌الدین کبیری مطرح کنید و جوابش را بگیرید. کسانی که سوال امکان سوال دادن در استودیو را ندارید، میتوانید در چت یوتیوب بنویسید. کسانی که در چت یوتیوب امکان سوال دادن ندارید، میتوانید در چت پیج پیام تیوی در فیسبوک بنویسید. و در عموم کدام از شرایط ها برای شما موافق است، همان شرایط را خودتان، شرایط موافق با خودتان را خودتان اختیار میکنید و توسط آن وارد میشوید و سوالهای خودتان را مطرح میکنید. دوستان عزیز، سوالهایی که من خودم در ذهنم هست و یک چند سوالهای قید کردگی هستم وجود دارد اینجا و همین که شما وارد استودیو شدید یا که سوال شما در چت یوتیوب آمد یا که در چت پیج فیسبوک پیام تیوی آمد، ما حتما اینجا پیش من می بیاید سوالهای شما و سوالهای شما مطرح خواهد شد. اما خوب می شد که هر یک شما کوشش میکردید توسط لینکی که در اپیسان یوتیوب گذاشته شده است و همچنین برادران اینجا مدیراتوران در چت یوتیوب میگذارند، شما توسط آن وارد استودیو میشوید و مستقیما سوال خودتان را مطرح میکنید. از همه خوبش این است که روبرو صحبت شود، زنده صحبت شود، نه اینکه توسط خط شما فرستونید من بخوانم. مثلا بسیار خوب می شود که خودتان سوالاتون را مطرح کنید. تماشابینان عزیز، طول چند وقت است که بسیاری از شما خواهش میکنند که رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محی‌الدین کبیری به برنامه دعوت کرده شود و شما سوالاتون را خودتان مطرح کنید. از جمله هفته گذشته یکی از برادران گرامی ما هم چندین سوال را مطرح کرده بودند، محمد تقایف بودند به فکرم، و گفته بودیم که خودشان بیایند و خودشان را دعوت کنیم مستقیما سوالشان را خودشان بدهند. مثل همین تماشابینان عزیز، هر کس میتواند سوال خودش را خودش مطرح کند و مستقیما سوال خودش را خودش بدهد. پیش از همه دوستان عزیز، ما دیده شدیم که در فضای سیاسی تاجیکستان خیلی دیگرگونی ها به میان آمدگی است و فضای سیاسی تاجیکستان نفس های دیگر میکشد و عموما یک دیگرگونی های آمدگی است که سوال های زیاد این دیگرگونی ها به میان آوردگی است و مردم حتما به این سوال های خودشان جواب گرفتن میخواهند. و البته دوستان عزیز، واقعا پیشرفت یک ملت، پیشرفت یک کشور در آن است که نخبگان سیاسیش به مردم دسترس باشند و مردم تواند از آنها به سوالهای خودش جواب بگیرد و مستقیما به آنها سوال داده تاند و آنها جواب داده توانند. و عموما یک الیت سیاسی در کشوری که پیشرفت کردن میخواهد باید دسترس باشند، دسترسی مردم باشند، با مردم باشند و همیشه هر وقت که همین خیل مردم خواست و گفت و طلب کرد که با ما باید صحبت شود، حتما به صحبت حاضر شود
و به سوال مردم به جواب گفتن روبرو آماده باشد. هرچند بعضی از سوال ها خوشایند نیست. اینجا من هم چند سوال که در ذهنم آمده است جمع کردگی هستم. فکر میکنم بسیاریش به رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خوشایند نیست. شاید به نهضتی ها هم خوشایند نباشد. شاید حالا ما عضوی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدگیم، بعد از برنامه شاید چی میگوید شاید استنتاق شویم. لیکن دوستان عزیز، به هر حال باید ما از درون سیاستمداران گپ رو کشیده گیریم. آنها چی میخواهند؟ ما رو به کجا بردن میخواهند؟ مقصدشان چی است؟ و برای چی به میدان سیاسی آمدند؟ چی کارهای ساخته است؟ آینده ملت چی میشود؟ یک نفرانی که به میدان سیاسی وارد شدن و در بازی میدان سیاسی هستند، در میدان سیاسی بازی میکنند، باید حتما به این سوال ها جواب داشتگی باشند و یک رابطه با مردم وجود داشتگی باشد که مردم بداند که به کی باور کند و متقاعد کردن مردم و به باوری مردم در آمدن، همه اینها با رابطه با مناسبت با مردم می شود. سوال های به میان آمده را تیم موافق سیاسی همون است که سوال هایی که به میان می آید در حال جوابش رو می گوید، در حال نباشد هم به هر حال جوابش رو پیدا می کند و مطرح می کند. برای همین هم امروز تماشاگران عزیز از یکایی که شما خواهش میکنم فعال باشید، فعالانه در برنامه شرکت کنید. سوال هایی که دارید خواهش میکنم سوال های پریمیتیوی، برای چی فلانی شما رو این خیل گفت، به حزمدانی شما رو اون طور گفت، برای چی فلانی ها این خیلن، برای چی این خیل. سوال هایی که مطرح کنیم باید آینده ساز باشند، آینده تاجیکستان را برای ساختن مساعدت کنند و امروزی تاجیکستان در چه حال است مساعدت کنند که این جواب ها یک قدم به پیش ماندن راهش را به ما بکشاید. و اگر سوال جواب های ما برای آینده ما، برای آینده روشن ما مساعدت نکنند، این سوال جواب ها بیهوده است. اگر این سوال جواب های ما در آخر تونل یک روشنایی را نشان ندهد، این سوال جواب ها یعنی اسراف وقت است. برای همین از یکایک شما خواهش میکنم تماشاگران عزیز، سوال های خود را بی‌ملال مطرح کنید و فقط پیش از سوال دادن حتما وقتی که شما سوال دادید سوال شما مطرح می شود اینجا بی یگان ممانعت. لیکن از یکایی که شما خواهش میکنم که پیش از آن که یک سوال را مطرح کردن میخواهید یک کمتر فکر کنید که برای پیشرفت وطنم، برای یک معما رو حل کردن، از جواب گرفتن به همین سوال یگان منفعت وجود دارد یا نه. حتما با این فکر شما سوال مطرح کردید، بدانید که این سوال مطرح کرده شما هم به منفعت شما است، هم به منفعت ملت است، هم به منفعت همون نفری که به سوال شما جواب میگوید. حالا در فیسبوک و در یوتیوب هم سوال نویس رو سر کردن. البته چند نفر سوال های خود رو نوشته شدن، اما پیشکی آگاه کنم که نوبت اول سوال دادن نوبت من.
اقلا یک تا دو تا سوال داده گیرم، بعد نوبت رو به شما میدهم. حتما اقلا دو سوال مالا دو یا سه سوال میدهم، بعد نوبت شما. لیکن این هم باشد وقت دیدم که مردم فعال است و فعال شدید، وارد استودیو شدید، حتما 3 رو 2 میکنیم، شاید 2 رو 1 میکنیم. این وابسته به فعال بودن شما است و وابسته به اون است که شما چقدر از خود درک میدهید. حالا تا وارد شدن مهمان گرامی برنامه همون، همین خیلی بعضی گفتنی های من دارم که میگویم. دوستان عزیز، ما تیمی پیام تیوی انشالله در میم بعد به یک خلاصه آمدیم که با تیمی رسانه های پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، آزاداندیشان یک متحدی به میان میبریم، یک همکاری به میان میبریم و تمام رسانه ها را متحد میکنیم و در همین آینده نزدیک انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و به این خلاصه رسیدگی هستیم. از یکی که شما خواهش میکنیم که ما را کمک کنید. کسانی که از عهده منتج کردن میبرایند، کسانی که از عهده نوشتن میبرایند، به طور ولانتوری میخواهند در مبارزه شریک باشند، حتما ما با شما همکاری خواهیم کرد و لطفاً با ما تماس بگیرید. حتما ما امروز نیاز به کمک شما داریم. حالا مهمان گرامی ما وارد استودیو شدند. استاد عزیز گرامی، به برنامه خوش آمدید. امروز تو با شماست. سلامت باشید برادر شاکر جان. صدای من هست؟ مثل که فکر میکنم نه، صدایتون خوب است. صدایتون خوب است. خوب است صدایتون. تماشاگران عزیز، اینک استاد محی الدین کبیری وارد برنامه شدن و ما بدون مقدمه برنامه رو آغاز میکنیم و قالبی هر وقته خود رو هم میشکنیم. هر وقت به استاد یک فرصت میدادیم که 18 دقیقه صحبت خود رو داشته باشن، این دفعه فرصت هم نمیدهیم و در حال سوال جواب رو سر میکنیم. استاد، من همین به فکرم شوکت جان، سلام علیکم، درود بر شما و به بینندگان. به فکرم مثل هر وقته کمتر ترسیده که اگر 7-8 دقیقه با ما وقت دید، 1.5 ساعت صحبت میکنم. نه اصلا استاد چی است؟ تا خسته شدن شما ما میخوایم امروز سوال جواب داشته باشیم و به مردم هم این فرصت داده شود. هر کس که سوالش رو نداده میموند از خودش گله کنه. این فرصت مثلا گریم به میون آوردیم تا اینکه نگویند که من سوال داشتم، به سوالهای خودم جواب گرفتم میخواستم، لیکن رهبر یک حزب رو نیافتم. مثل اینکه بگویند رحمان رو نیافتم، یتیم رو نیافتم، رمضان رحیم زاده رو نیافتم، باز در پهلویش ما شریک نشویم. خب من موافقم شوکت جان، فقط اینکه شرط رو به خسته شدن نگذاریم، چون که من میتوانم بعد 1.5 ساعت گیم خسته شدم و بهترش این که یک معیار معینی منطقی باشد، نه از حد زیاد طولانی نه از حد زیاد کوتاه. و چون ما با شما امیدوارم که بار آخر نیست این صحبت و حتما اگر سوالهای باقی موندن باز در خدمت شما و مردم هستیم. حالا بیاید من موافقم بدون مقدمه شروع کنیم در رفت صحبت، ببینیم که چقدر میتونیم به سوال سوالهای مردم جواب بگیم. بفرمایید. تشکر. خیر، بسیار خوب استاد. در مقوله خلقی میگن که آب رو بینو موزه کش، هوا رو بینو غوزه کش. همین خلاص میکنید. استاد، سوال اولین
همین است که چرا در همین زمان زندگی داریم که بخت دیکتاتورها کوفتگی است، یعنی دری بختشون گشودگی است. چرا چنین زمان شده؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر درود و سلام بر شما و بر بینندگان و بر مردم و هر کسی که ما را میبیند و میشنود. ببینید، ما فکر نکنیم که همین حاضر در همین مقطع زمانی بخت دیکتاتورها باز شده است و شکفته است. طول تاریخ بشریت اگر چندین دوران‌های کوتاه را در گاه در بعضی زمان‌ها در تاریخ نبینیم، مثلا زمان رهبری یا مدیریت پیامبران که بعضی از پیامبران همزمان باز رهبری دولت بودند، رهبری جامعه‌های خود بودند، یا بعضی از حاکمان و سروران عادل که در تاریخ میخونیم. البته این هم بازم نسبی هستش که از گفتن نمیتواند. برای مثال انوشیروان عادل واقعا هم یک شاه عادل بوده است. این در تاریخ در افسانه‌ها میخونیم و شاید در خودش عدالت‌های داشته است. فرعون هم خود را شاه عادل میگفت و اگر در قرآن او وصف نمیشد شاید که در تاریخ همچون یک شاه عادل میموند. امام علی رحمه الله هم خودش را پرزیدنت عادل یا پیشوای عادل مینامد، ولی واقعیت ها میتوند تماما چیز دیگر باشد. در عموم شاید که در تاریخ کم زمان بوده است که بشریت دارای رهبران عادل بوده است و این هم در بعض منطقه ها بود، نه اینکه همزمان در تمام جهان. مسئله رهبران مردمی، رهبران عادل، رهبران قانون محور، این تقریبا برمیگردد به همین 100 سال اخیر که بالاخره انتخابات ها همچون یک جزئی از فرهنگ سیاسی با وجود آمد، عوضشوی پرزیدنت ها، رهبران حکومت ها و جوابگو بودن آنها در نزد مردم. ما در یک همون هم نه در همه بشریت، در بخش از قسمت های دنیا، برای مثال در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی، در امریکای شمالی، در بعضی از کشورهای شرقی و آسیایی هم مثل ژاپن، کره جنوبی، مثل مالزیا و این کشورها و بعضی کشورهای افریقایی هم ما این حالت رو داشتیم. اما در مجموع باید اعتراف کنیم که بشریت اکثرا در تاریخ و حالا هم قسم بیشتری بشریت در دنیا در زیر حاکمیت دیکتاتورها و نظام‌های اتوریتری زندگی کردند و میکنند حالا و احتمال زیاد است که در آینده هم بکنند. اما بعد از جنگ دوم جهانی در سراسر دنیا بشریت یک روندی رو به طرف دموکرات یا جامعه حقوق محور، قانون محور میرفت که رهبران در نزد ملت‌های خود گزارش دهنده و جوابگر هستند و این دوام کرد تقریبا تا 10 سال پیش یا شاید 15 سال پیش، وقتی که باز دوباره در بعضی از نقطه‌های دنیا مثل کشورهای سابق شوروی از نو باز همون دیکتاتور معابان به سر قدرت آمدن، مثل پوتین، مثل رحمان و دیگران، و در کشورهای اروپایی هم، در کشورهای غربی هم مثل امریکا که ترامپ به سر قدرت آمد که در فهم سیاسی و جهانبینیش چندان از رهبران اتوریتری فرق نمی‌کند. اگر قانونگذاری امریکا نمی بود و اگر اون توازن قواها در بین شاخه‌های حاکمیت امریکا نمی بود، ترامپ الکی امریکا رو به یک کشور دیکتاتوری دیگر تبدیل می‌داد. حتی ببینید در اروپا هم در این چند سال اخیر مثل در مجارستان، در ونگریا، در بعضی کشورهای دیگر اروپای شرقی و حتی در کشورهای اروپای غربی هم حزب حرکت‌هایی که بیشتر ملتگرا و راستگرا هستند و ضد آزادی‌ها، ضد مردم، ضد مهاجرین بخصوص هستند، اینا بیشتر رأی میارن و در مجموع میتوان گفت که دموکراتیا رو به عقب نشینی دارد و طرز و اسلوب اتوریتری اداره حاکمیت، اداره جامعه متاسفانه در سراسر جهان باز از نو خود را جمع و جور کرده ایستاده است، باز قدرت گرفته ایستاده است و در آینده نزدیک یک نبرد بسیار هم نابرابر و بسیار هم دشواری بین نظام‌های مردم سالار و دموکراتی و نظام‌های خودکامه با وجود خواهد آمد.
جوینشینی همین نظام‌های همین روزی که گفته شده دموکرات خودش را جمع جور کرده شده است، یعنی علاقه در حالت سقوط است گفتنی است. اگر چنین باشد این جوینشینی است، یعنی همین نظام‌های دیکتاتوری به میان می‌باید که تماما فضا رو همین ها، فضای سیاسی رو همین ها اداره میکنن بعد در آینده. ببینید من نظر شخصی هم رو میگم، بشریت همیشه میخواهد که در یک نظام مردم سالاری دموکراتیکی در اون حقوق بشر رعایت میشه زندگی کند. اگر این طور نمی بود تمام بشریت امروز از مسلمان و مسیحی و اتئیست و کمونیست و یهودی و افریقایی و آسیایی رو به کشورهای مردم سالار و دموکراتی نمی آورد. هر کسی در وطنش کمترین مشکلی دارد، اون مشکلی چی اقتصادی است، چی جنگ هست، چی فشارهای سیاسی هست، رو به اروپا، رو به امریکا میارد. برای چی؟ برای که در اینجا دو تا مسئله است. یکی سطح زندگی بهتر است، دیگر آزادی های بیشتر است. و پس معنی را دارد که فطرت بشر همیشه رو به طرف میکند، به سمت میکند که در اونجا کرامت انسانی است، آزادی هست و یک مقدار زندگی شایسته و سطح زندگی بلند است. یک زمانی بود که از اروپا مردم فرار میکردند به بغداد و به بخارا و به اصفهان و به استانبول و به دمشق. و برای چی؟ برای آنکه در اونجا سطح زندگی بهتر بود، آزادی‌های بیشتر بود در مقایسه با اروپا. و خیلی از یهودی‌ها و مسیحی‌های صاحب فکر از جور نمایندگان خدا، از جور حاکمان فرار میکردن به طرف جنوب و حالا برعکس مردم بشریت از جنوب فرار میکند به شمال. این یک مسئله است. دوم مسئله، چرا وقتهای آخر بعضی از ملت‌ها، بعضی از کشورها رو به افطاریتریسم آورده ایستادن؟ در همین چند سال اخیر در بحران‌های کلان مثل کرونا ویروس، مثل بعضی بحران‌های دیگر ما تجربه کردیم، دیدیم که کشورهای افطاریتری بهتر عمل کردن و مسئله رو زودتر جمع جور کردن، مثل خیتای، مثل بعضی کشورهای دیگر که قانون‌ها را یا ترتیبات جمعیتی را، مثلا که همگان ماسک بپوشن، همگان از جاهای جمعیتی رفتن خودداری کنن، فقط با فرمان و با پلیس اجرا کردن. در کشورهای دموکراتی انجام این کار بسیار دشوار است، چون که شما باید اول قانون قبول کنید. قانون باز طوری باشد که با آزادی انسان آزادی انسان را محدود نکند و مثل این گونه حالت‌ها بسیار دشوار است و تجربه نشان داد که در حالت‌های بحران، در حالت‌های جنگ کشورهای غیر دموکراتی زودتر عمل میکنند. برای مثال چرا روسیه جنگ اوکراین را برده ایستاده است؟ چون که حاکمیت در دست یک نفر است، سفارش میدهد که همه به ارتش یا چقدر سلاح داده شود، یا کشورهایی که به روسیه کمک میکنند مثل کره شمالی، مثل دیگر کشورها، یک نفر تصمیم میگیرد که به روسیه سلاح فرستاده شود. اما کشورهای دموکراتی چیکار کردن؟ مثلا اروپا برای اینکه به اوکراین کمک کنند باید اول پارلمان رو راضی میکردن. پارلمان هم از حزب و حرکت‌های زیاد عبارت است. بعد باید مردم رو راضی کنند و حتی اروپا 27 کشور عضو است در اتحاد اروپا، 26 کشور جانبداری آواز میدهد، یک نفر مجارستان ضد آواز میدهد. اروپا نمیتواند کاری کند. یعنی مکانیزم دموکراتی مکانیزم خیلی دشوار و پیچیده است. درست است که بهترین مکانیزم است، اما در حالت‌های جنگ، بحران نشان داد که چندان کارشایع نیست. برعکس نظام‌های دیکتاتوری و افطاریتری زودتر عمل میکنند. بنابر همین بعضی آدمانی که چندان پروای آزادی و کرامت و حقوق بشر ندارن میگویند شاید در بعضی حالت‌ها نظام‌های دیکتاتوری و افطاریتری بهتر باشد که با یک فرمان میتواند کارها را انجام بدهد. بنابر همین هر چقدر بحران زیاد شود در جامعه، همون قدر بشریت یا ساکنان، شهروندان جانبداری از رهبران افطاریتری خواهند کرد. حالا از خطای نام گرفته در بعضی صحبتاتون من شنیده بودم، لیکن حالا ببینید خطای زمان قدرت گرفت که در این 15-20 ساله آخر زمان قدرت گرفت که در یک کریزیسی سخت، در یک حالت کریزیسی
نگران کننده بود. در همون زمانی که این کشورها مثلا اتحاد شوروی پشت خورد و گویا اینکه یک زینه همون سیستمی را پشت سر کرد، از به همین رأس کمونیسم نرسیده علاقه به آشکار بیانی دموکراتی اینها رسید و ما فکر کردیم که همون تا به همین خلاهای لازمی راه را طی کرده شده می هر طرف بالا می رویم، لیکن دیدیم که خطای در همون نظام کهنه در همین نظام کمونیستی باقی ماند و برعکس رشد کرد و حتی به یک قدرتمند ابرقدرت جهانی تبدیل یافت. حتی امروز قدرتش را در ترازو با آمریکا و اینها میماند. از این میبراید واقعا همین حکومت دیکتاتوری یک رژیمی، یعنی یک سیستمی موفق بوده است؟ نه، من فکر نمیکنم که رژیم‌های دیکتاتوری رژیم‌های موفق هستند. در کوتاه مدت بله، در حالت‌های بحرانی بله. برای همین است که رهبران خودکامه زود در جامعه بحران با وجود میارند که با اونها طلبات بیشتر شود. گاه مثلا جنگ رو با وجود میارن، دشمن تراشی میکنن. مثل در تاجیکستان، مثلا تاجیکستان هیچگاه امامعلی رحمان هیچگاه ملت تاجیک را به دشمن نماند. یک وقت میبینی که دشمن ازبکستان میشود، اگر با ازبکستان صلح کرد قرقیزستان میشود، اگر با قرقیزستان صلح کرد طالبان حتما باید دشمن شود. ایران یا ایران مثلا کشوری نامش به همه معلوم میگه، یا اگر بالفرض یگان کشور هم دیگر نخواست با تاجیکستان دشمن شود و همه آرام بود، از ملت خودش از یک بخشی از جامعه دشمن میتراشد، مثل که از اپوزیسیون تاجیک و از نهضت و دیگر نیروهای مبارز دشمن میتراشد. و چرا این کار را میکند؟ برای که وقتی که بحران با وجود میآید، دشمن هست، مردم همیشه نیاز به آرامش و به امنیت میکنند. دیگر نه پروای برق دارد، نه گاز دارد، نه پروای آزادی و دموکراسی و انتخابات دارد. مهم میگه جنگ نشود و این اسلوب را رهبران خودکامه خوب آموختند و همیشه بحران با وجود میارند تا اینکه مردم دیگر طلبات جز از آرامش نداشته باشند. اما مسئله چین و روسیه، چرا مثلا اتحاد شوروی پاش خورد و چین، هر دو کشورهای کمونیستی، چین برعکس رو به شکوفایی آورد، یک مسئله کاملا دیگر است که اگر ما در این موضوع طولانی صحبت کنیم وقتی برنامه ما اجازت نمیدهد. اما من به اختصار میگم که بله، من در چند صحبتم این رو مثال آوردم که چرا چین رشد کرد، از اون بحران برآمد، اما اتحاد شوروی شکست خورد و پراکنده شد. برای اینکه حزب کمونیست اتحاد شوروی مثل اکثر حزب و حرکت‌های اعتقادی یا عقیدوی یا ایدئولوژی نتوانست در خودش یک بازسازی کند، ریفرم کند و وقتی گورباچوف این کار را کرد که الکی دیر شده بود و در همون عقیده های کهنه یا در همون ارزش ها و ایدئولوژی کهنه لنین و مارکس و انگلس و استالین باقی ماندن که بالاخره اتحاد شوروی پاش خورد. اما چینی ها اگرچه کمونیست بودن، اونا زود درک کردن که اگر در تفکرات سیاسی خود تغییرات وارد نکنند میتواند تقدیر شوروی تکرار شود و برای مثال آنها آمدن مالکیت خصوصی را اجازه دادن، اگرچه عقیده کمونیستی اجازه نمیدهد. اگر اونا پوره به مارکسیسم و لنینیسم پایبند میموندن باید مالکیت خصوصی را در برابر مالکیت دولتی اجازه نمیدادن که رشد کند. امروز مثلا میلیاردرهای کمونیستی چین پیدا شد. آیا شما تصور میکردید که در زمان گذشته 70 سال شوروی یک کمونیست به طور آشکار میلیونر شود یا پولدار باشد؟ اونا پولدار بودن رهبران، ولی پنهانی میکردن، مالکیت را در نام زن و فرزند و خش تبار می نوشتن و متاسفانه تا امروز در فرهنگ سیاسی اکثر کشورهای پس شوروی باقی مونده است. اما در چین اجازه دادن که دیگر میلیاردرها، میلیونرها و بایها پیدا شوند و همزمان عضو حزب کمونیست چین باقی بمانند و این اقتصاد چین را نجات داد و چین را تبدیل به یک کشور پیشرفته کرد. و این چه معنی دارد؟ معنی آن را دارد که حزب و حرکت‌های اعتقادی، چه کمونیستی باشند، چه اسلامی، چه یگان دینی دیگر، اگر در خود توان بازبینی و بازسازی را نداشته باشند، تغییرات اصلاحات در افکار عقیدتی خود با وجود آورده نتوانند، حتما به یک کرختی روبرو خواهند شد. و حتی اکثر حزب و حرکت‌های اسلامی هم
که نتوانستند در خود یک تغییرات در فکر و اندیشه وارد کنند. برای میترسیدند که اگر تغییرات وارد کنیم گویا از عقیده و ارزشات دست کشیده باشیم، تا همون لحظه که امروز از اکثر اون حزب و حرکت‌های اسلامی که یک زمان می‌درخشیدند، حرف اول را در جامعه‌های خود می‌زدند ولی امروز به حاشیه رفته ایستادند، این تقدیری بد میتواند دنبالگیری اکثر حزب و حرکت‌های اعتقادی باشد. تشکر استاد. حالا شما درباره اصلاحات و تغییرات گپ زدید و گفتید که باید یک راضی باشیم که یک تغییرات به میان بیاید و تغییرات وجود داشته باشد. یک نفر به من گفت که شما مخالفان در همین اروپا مثل که در بالای پل صراط هستید، هم پل صراط وصل میکنن از قل باریکتر و از شمشیر براتر است. شما در همین بالای شمشیر برا یا از همین بالای قل باریک شدید، این یک کمتر همین شمال و شباده سخت شود، همین جهنم به میبروید مثل همین. پرسید که آیا شما یگان مثلا در حال تغییر یافتن هستید و اگر اروپا پلن بی دارید شما؟ بسیار تشبیه خوب کرده است و سوال خوب هم هست. واقعا شما تصور کنید که اپوزیسیون تاجیک، یعنی اپوزیسیون ما از یک کشور آسیایی، از آسیای مرکزی، مسلمان، و باز هم ما مثلا حزب نهضت اسلامی، یک نیرویی که پیروی از اسلام سیاسی میکردیم و امروز اکثر کشورهای عالم با اسلام سیاسی جنگ اعلان کردن، حتی در اروپا هم. شما اخیراً گزارش‌ها را از فرانسه خواندید که حکومت فرانسه با رهبری ماکرون یک لایحه قانونی را آماده کرده ایستادند که دیگر یعنی فعالیت حزب و حرکت‌های سیاسی دینی را، اسلامی را در این کشور ممنوع اعلان خواهند کرد. و واقعا همچون یک فعال سیاسی مسلمان با دیدگاه‌های زمینه دینی داشته، اون هم در کشور اروپا، در کشورهای غربی و حتی نه تنها در کشورهای غربی، من حتی فکر میکنم در همون کشورهای شرقی هم شما مثل که در بالای واقعا یک پل صراط قرار دارید، در بالای یک یخ قرار دارید که آهسته آهسته زیر پایتون دارد اون یخ روز به روز تنکتر و تنکتر میشود، کدام روز میشکند. و در چنین شرایط بازبینی نکردن، وضعیت رو درک نکردن، هنوز هم در قفس اون شعارها و اون دیدگاه‌های قبلی باقی ماندن و ترس داشتن از آن که اگر من این را تغییر بدهم، یا نامم را یا برنامه‌ام را یا گفتمانم را، شعارهایم را، من از اسلام دست کشیدم، از مسلمانی دست کشیدم، مرا مردم میخندند، مرا پیروان حزب میگویند که تو به خاطر اروپا و به خاطر منفعت‌های شخصی و گروهی، به خاطر نمیدونم کدام پول اروپا از عقیده و ایمان دست کشیدی. اگر یک سیاستمدار، یک حزب سیاسی از این بترسد، پس او اشتباه کرده است که پا به میدان سیاست گذاشته است. و در چنین حالت من فکر میکنم که بسیار هم یک عقل سالم، منطق قوی، جسارت و آینده بینی در کار است که یک نیروی سیاسی بیاید این وضعیت رو خوب تحلیل کند، درک کند و با حفظ اون هویت اصیل دینیش، ملیش، جهانبینیش در سیاست‌ها، در شعارها، در خیلی از مسائل تغییرات وارد کند و برای خودش یک روزنه‌های دیگر را باز کند. مثلا در اروپا ایستاده ما چی فعالیت کردنیم در اینجا که بیایم باز هم با همون نام و با همون قالب و با همون شعارها در اینجا فعالیت کنیم. اگر ما در یک کشور مسلمانی می بودیم مسئله دیگر خیلی بود. حتی در بسیار از کشورهای مسلمانی هم دیگر این چیز تقریبا امکان ندارد. اما بعضی دوستان میگن که بعضی از برادران که درست که ما در اروپا هستیم اما برای تاجیکستان عمل کرده ایستادیم. تاجیکستان 90% یا بیشتر 95%ش مسلمان است، ارزش‌های دینی دارند و شاید که گرایش دینی داشته باشند. مهم نیست که ما در کجا قرار داریم، مهم آن است که ما برای کجا عمل میکنیم. چون این طرز مسئله گذاری درست است، اما نباید فراموش کرد که حتی در همون کشورهایی که اکثریت مسلمان هستند
اکثریت پیرو یک دین هستند. برای مثال در آسیای مرکزی، در تاجیکستان پیرو دین مبین اسلام هستند. دیگر اکثریت اهالی به این نتیجه رسیده ایستادند که در حداقل در این چند سال اخیر تجربه کشورها یا حکومت‌هایی که از نام دین حاکمیت میکنند چندان تجربه موفق نبود. حالا درست است که بعضی از برادران میگویند که ما نباید در اینجا دیدگاه‌های سیاسی اسلامی را یا اسلام سیاسی را زیر تازیانه تنقید بگیریم، بلکه بگیم که اون نفرانی که از نام اسلام حاکمیت میکردن اونا اشتباه کردن. یعنی اشتباه در افرادی هست که با نام اسلام حاکمیت کردن، نه در جهانبینی اسلام سیاسی. خب اگر یک جا باشد، یک تا باشد، دو تا باشد، ما میگیم بله. اما وقتی میبینیم که یکی پس یک دیگر با این دیدگاه ها وارد شکست سیاسی میشوند، پس آیسته ما به این نتیجه میرسیم که فرق ندارد اون از نام دین مبین اسلام حاکمیت کرده می شود، از نام مسیحیت می شود، از نام یهودیت می شود یا از نام کدام یک دین دیگر، در مجموع یک جامعه را با نام دین مدیریت کردن و حاکمیت کردن در عصر امروزه، در عصر 21 این باعث با وجود آوردن مشکلی برای همون دین می شود. اینجا مشکلی در دین نیست، اینجا مشکلی در ارزش‌های دینی نیست، اینجا مشکلی در تطبیق ارزش‌ها و معیارهای دینی در قالب جامعه‌های امروزه است که با هم چندان تطابق ندارند و این را اگر یک سیاستمدار، یک اندیشمند اسلامی خوب درک کند شاید که چندان حساسیت نشان ندهد. اما اگر نه، ما بازم از روی احساسات، از روی شعارها رفتار کنیم، حتی ممکن که در همین صحبت‌های من بسیاری ها مشکلی ها را ببینند و بازم مثل همیشه متهم به آن کنند که ما مثلا یک مقدار انتقاد بیشتر گویا به ارزش‌های اسلامی، به تفکر اسلامی می‌کرده باشه که در اصل چنین نیست. من را بگم در خاتمه این جواب که سخت‌ترین ضربه را از این گونه رفتارهای ناموفق بعضی سیاستمداران، احزاب سیاسی که از نام دین عمل میکنند، سخت‌ترین ضربه را خود دین میخورد و خود دین هم خورده است. در مثال ما مسلمانان سخت‌ترین ضربه را دین مبین اسلام، ارزش‌های واقعی اسلام خوردن و اون هم سببش کی است؟ سببش یا ما سیاستمداران یا احزابی که از نام اسلام برآمد میکنیم یا سیاستمداران مثل امام علی رحمان، مثل دیکتاتورهای دیگر که اونها خود را مسلمان میدونن اما یک سیاست ضد اسلامی و ضد دینی را راه اندازی کرده ایستادن و در مجموع ببینید که ارزش‌های اسلامی و اون واقعا اون ریشه بنیادی اسلامی که در جامعه ما همیشه بود، اونها روز دارن روز تا روز ضعیفتر میشن و اینجا باید یک انقلاب فکری در جامعه اسلامی ضرور است، بخصوص در بین اندیشمندان، متفکران اسلامی، که تا این انقلاب فکری باعث آن شود که این اسلام را همچون دین، ارزش‌های اسلامی را همچون ارزش‌های والای بشریت از این بنبست رها بدهند. تشکر. چرا سعیدو بفرمایید. آمدید به برنامه. السلام علیکم. ساز اینجا سلامتتان خوب؟ علیکم سلام. سلامت باشید. اجداد دارم که شما را یک ماه میکوام، یک ماه زیاد شد که شما را میکوام. باور کنید روزی کیم چند تا آدم تا مسئولیت برآمده که نمره شما را بتیاده ندادم مایلش نصیب کرد. شوکت رو میکوبید یا مرا؟ شما را اکای شوکت رو میکنم. رئیس میکوام سرش هم میکوام، پایینش من به درکار نیسته. من در خدمت هستم، بفرمایید. رحمت کلان. من سوال من همین که اوجه تاجیکستان اوجه اثر شد که غلامه اثر یک اثر هم زیاد شده که غلامه حاضر دل نمید همه ما غلام هستیم، برای نه غلام هستیم. پگه فرزنده ما برای نه کلام می شود انی شما ممکن نوره دارید، شما نورتان میپرسد بابا میگد
شما ما را غلامی برای چی آزاد نکردین؟ گفته سوال کرد، چیزی جواب میتین. یکم سوال من سوال یکمتون جواب کیم، بعد دیگر سوالاتون نمیخواد. ده خب سلامت بشه خواهر عزیز. ببینید واقعا این سوال دشوار است در پیش نبیرها، در پیش فرزندان، در مجموع در پیش نسل آینده ملت تاجیکی. ما چیکار کردیم که ملت رو از این غلامی نجات داده نتوانستیم؟ اگر شما فکر کنید که به این سوال تنها من جواب باید بیام، برای من خیلی دشوار می شود. اما اگر به این نظر باشیم که همه ما کسانی که یک مقدار مسئولیت داریم، میفهمیم، برای مثال بگیریم از سیاستمداران، از رهبران حزب و حرکت‌های سیاسی، از روزنامه‌نگاران، از نخبگان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اگر از همه پرسیده شود، در اون صورت ما میتوانیم بگیم که این مسئولیت بین همه تقسیم شود. اما این را هم بگیم که شاید جوابگری بیشتر را نفرانی مثل ما دارند که رهبر این آن حزب سیاسی هستیم و وظیفه اولین درجه ما این مبارزه با دیکتاتور هست و به گفت شما آزاد کردن ملت تاجیک از غلامی. اما ببینید ما درست است که 100 سال یا بیشتر از این، اگر همین زمان بلشویکی را بگیریم، غلام هستیم، چون بعضی میگن که قبل از بلشویکی هم در زمان امارت بخارا هم ملت تاجیک آزاد نبود، چون رهبران کشور از غیر تاجیکان بودن، از قبیله منقیطی‌ها بودن. اما به هر صورت در تاریخ بشریت خیلی از ملت‌ها کشورهای هست که رهبرانشان نماینده همون ملت اصلی نیست. مثلا در روسیه هم، در آلمان هم، در هندوستان هم، در بسیاری از کشورها. اما در زمان امارت بخارا حداقل پایتخت امارت شهر بخارا تاجیک نشین بود. در سراسر امارت زبان فارسی، زبان ما تاجیکان، فرهنگ ما، زبان دولت، زبان اداره، زبان دین، زبان ادبیات و کارگزاری بود و ما واقعا یعنی حرف اول رو ملت ما میزد، اگرچه نفر اول دولت از ملت تاجیک نبود. اما به هر صورت اگر شما 100 سال گفتید، ببینید من شخصا خودم بارها تکرار کردم که مخالف همه گونه دیکتاتورها هستم. فرق ندارد اون دیکتاتوری مسلمان هست، غیر مسلمان هست، آسیایی است، اروپایی است، فرق نمیکند. من با همه دیکتاتورها مشکلی دارم و داشتن یک دیکتاتور برای یک ملت خواهر عزیز مصیبت است. اما داشتن یک دیکتاتوری یا یک دیکتاتوری بی‌سواد، این نه تنها مصیبت است، این بلکه یک فاجعه است برای یک ملت. کم نیستن در تاریخ بشریت که ملت ها دیکتاتورها اونا رهبری میکنن. برای مثال حالا بگیریم روسیه رو، پوتین یک رهبری اتوریتری خودکامه است، اما باید اعتراف کنیم که بی‌سواد نیست. پیناچت هم یک رهبری خودکامه بود اما بی‌سواد نبود. خیلی سنگاپور رو یک رهبری اتوریتری دیکتاتور سنگاپور کرد و یکی از کشورهای پیشرفته دنیا کرد. برای چی؟ برای آنکه بله اون دیکتاتور بود اما بسیار یک انسانی تحصیل کرده باسواد بود و میدانست که ملت رو چگونه از این مشکلات رها بدهد. اما فاجعه ما، مصیبت ما ملت تاجیک ده چند است، برای آنکه ما را یک دیکتاتور رهبری میکند، هم یک دیکتاتوری که بی‌سواد هست و با این گونه افراد که هیچ گونه ارزش ندارد، هیچ گونه پایبندی به یگان معیار اخلاقی، به یگان دین، به یگان جهانبینی ندارد، شما نمیتوانید او رو در چارچوب یک معیار بیارید. برای مثال یک دیکتاتور اگر پایبند به اندیشه های دینی، اخلاق دینی هست، شما حداقل میتوانید با او با زبان دین صحبت کنید. مثلا بگیرید شما یک دیکتاتوری مسلمان رو که پیروی خوب دارد از دین، میتوانید او رو بگید حداقل شما بر پایه اون ارزش های دینی، اخلاق دینی، فقه اسلامی، شریعت اسلامی، شما باید عدالت رو تامین کنید. یا اینکه اگر او کمونیست است اما پایبندی به اخلاق کمونیستی دارد، به عقیده های نسبتا خوبی مارکسیسم لنینیسم دارد که عدالت اجتماعی، عدالت
مثلا اقتصادی رو در جامعه تامین میکرد، میتونید رو مجبور کنید که به ملت رسیدگی کند. چون که در زمان شوروی به هر صورت نمیدونم شما زندگی کردید یا نه، من زندگی کردم تا 20 چند سال عمرم در زمان شوروی بود. من بعضی از پهلوهای مثبت زمان شوروی رو چشیدم، دیدم که عدالت به هر صورت یک انسان میتونست از بالای کاتب یکم تکه تاجیکستان با مسکو شکایت برد، حتی از بالای عضو مثلا شورای پلیتبیروی KPSS. اما وقتی که شما روبرو با یک نفری هستید، با یک حاکمیت هستید که با اون نمیتونید با زبان دین گپ زنید، چون او اصلا هیچ اعتقاد به ارزش‌های دینی ندارد، بلکه دشمن اعتقادات هست. شما نمیتونید با او با زبان معیارهای کمونیستی صحبت کنید، چون الکی او همون در وقتی کمونیستیش هم پایبند نبود و حالا که تماما دیگر خودش را کمونیست نمیداند. شما نمیتونید با او با ارزش‌های عمومی جهانی، قانون‌های بین المللی صحبت کنید، چون که اصلا اعتراف ندارد. اگر اعتراف میکرد رزولوسیای چندین رزولوسیای اتحاد اروپا را قبول میکرد، رزولوسیا یا قرارهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل را قبول میکرد و حداقل کنستیتوسیای تاجیکستان را احترام میکرد. پس ما روبرو با یک دیکتاتوری هستیم خواهر گرامی، یا به اصطلاح شما ملت غلام یک نفری هست که نه زبان دین را میفهمد، نه زبان قانون را میفهمد، نه زبان کمونیستی و اتئیستی را میفهمد و دیگر واقعا یک مصیبت است. یگانه راه در چنین حالت خواهر عزیز برای از غلامی آزاد شدن، باید ملت این را درک کند و رو به قیام بیارد، اعتراض کند، دست به قیام بزند. اما آیا ملت تاجیک به این آماده هست یا نیست؟ بعضا احساس من این میشود خواهر که ما و شما و این چندی از مبارزین مثل که در یک بیابان میخواهیم یک درخت بسبزانیم، در یک بیابان بی آب که اصلا آب در اون نیست، آب رو قبول نمیکند. ما میخواهیم با این قطره قطره صحبت‌های خودمان در اونجا یک بوته یا یک گل، یک باغ پرورش کنیم که اصلا بعضا آدم رو افتاده میشد، میگه آیا همین ملتی که با یک غلامدار، با یک دیکتاتور قریب که سجده کرده ایستاده است، هیچ گونه حقوق خود را طلب نمی کند، آیا همین ملت، همین مردم سزاوار آن هست که ما و شما بیایم وقتی خود را، آزادی ما را، پول مال خود را و حتی خش و تبار خودمان را قربانی همین مبارزه برای همین ملت کنیم؟ ما و شما الان نمیدونم شما در کجا هستید، مثلا من در کشور، یک کشور آزاد اروپایی هستم که اصلا نیاز به هیچ چیز ندارم دیگر و سوال با وجود میاد که آیا من مبارزه خود را ادامه بدیم برای همین ملتی که نه تنها در مبارزه با من شریک نیست، حتی باز حقارت هم میکند، حتی ما را فتنه انداز هم میگوید که شما ما را میخواید از این غلامی بیرون کنید. یعنی وقتی یک انسان به غلامی عادت میکند دیگر طبیعتش همون میشود. به گفت شاعر محمد اقبال لاهوری، این غلام ابن غلام حریت اندیشه او را حرام. یعنی این سه پکلین، سه نسل، غلام ابن غلام که شد، سه نسل گذشت، حریت یعنی آزادی برای اندیشه او حرام است. هر کی به آزادی او را دعوت کند میگه که تو کار حرام، کار فتنه، تو کافر هستی که مرا به آزادی دعوت میکنی. ولی جمله آخرم در این موضوع این است که با وجودی که این وضعیت رو میدونیم، با وجودی آن که این طبیعت و خوی ملت رو الکی درک کرده ایستادیم، برای خودمون در نزد وجدان، در نزد دین، در نزد ارزش‌ها و انسانیت خودمون مسئولیت گرفته ایم که حتی اگر 5 نفرم در ملت تاجیک باقی بماند که حرف ما را گوش کند و آماده باشد برای آزادی، ما برای احترام اون 5 نفر باید مبارزه خود را ادامه بدیم. اما من امیدوارم، اگرچه این امیدم چندان زیاد نیست، ولی به هر صورت امیدوارم که بالاخره این مبارزه ما نتیجه خواهد داد و ملت بیدار خواهد شد. سلامت باشید. خواهر چورس، یک توی دیگر سوال، چون که چند نفر دیگه اینجا انتظار هستن و خاطر احترامتان فرمایید یک توی دیگر. با دو تا سوالم من کرد که جواب نمیدید. این اکتیو سوال است. ویژه داونه جدید دارم، ویژه برای همون. شما حاضر گفتید که باورتان خیلی سلب شدگی. همه حال فهمیدم؟ بله.
من باورم سلب نشدگی. پیش من چخیل بودم، نه گپ زده میتونستم، نه طوری دوخ داشتم. حاضر چی؟ نگاه کنید اویرن هستم. روانه برای چی؟ من با اویرنس داداست ملت من. ملت من یگان چه طلب نمی کنم، فقط یک دعا. برای همون من پروردگار به تکیه کرده این راه برام دیگه من هیچ ندارم، نه خانه دارم، نه در دارم، هیچ ندارم. گپ راستش که من گم میکرده که چیز ندارم. یک تا فرزندم هست که وحشی نمیشناسم. 5 ماه بود دستم کشیده گرفتگیشه. من برای چی برآمدم؟ من برآمدم که همین فرزندم صاحب کنم. من برآمدم که مرا تولد کرده که مادرم غلام آزاد کنم. پدرم غلام آزاد کردن، همچون خودم غلام آزاد کردن، ابنورهمین ملتم آزاد کردن. من همین که آرزو دارم. برای چی؟ برای آنکه ما مادر آزاد تولد شدیم، غلام تولد نشدیم، آزادانه تولد شدیم ما. برای همین چیز منبع ویرنس میتید. با میگد که برو، مرا چقدر تحقیر میکرد، مرا زکاس کرده که کشتنی شده که کم چیزی ها نکرد. این را هم برآمدم، نه باز زیادتر شد، باز زیادتر میشود انشالله نصیب. مردم من بیدار شدگی پراسته میترسد. ما یک جا شدن نمیتونیم، یک دیگر باوری نداریم. ما کلانسالا هسته، یک قیمه کلانسالا هسته. ما بیایتون، ما یکم برام دیگه میگم بیایتون یک جا شویم. ما یک جا که نشدیم ما را چیکار کرده است؟ یک تا برده ترمه میکنه. برای یک تا برده کشتاست. ما جدا هر چی میگد گروه قبیله یا نباشد دیگر شده ما هیچ کار کردن نمیتونیم، دست می هیچ کار نمیبیاید. ما گفته آمده استم که بیایتان یک جا شویم. ما یک جا که شدیم یگان دیکتاتور هیچ کار کردن نمیتونه. ما یک جا شدن نمیتونیم. ممکن یک تاش نمیدونم امید شکندگی، یک تاش میگد که من آبازه میبرم، میگد یک تاش میگد که من بیفرج شدم، میگد یک تاش میگد که من همه چیز دارم، چی دیگر کار میگد. اینا فکر نمیکنن. ما هر یک انسان این دنیا آمد یک مقصد که آمدنش در کار. این مقصد آن که من این دنیا به ایلی نام خوبه ماندن در کار، ایلی نامی بدته. امام علی ما را تروریست اعلام کرده که ویت ملت ما همین چیزا شدن در کار. تروریست شده مردن من نمیخواهم. من همین چیزا ما شدن ما در کار. این چیز با ما بیاییم، خواهش میکنم بیایید. از درون یک قیمه کلان هست، یک قیمه از بیرون بیایتون یک دستال بشینیم. ملت برای فرزندت عزیز، نیورت عزیز چشم پیشت بیار. همین آزاد میکنم گفته اویرنت پیدا کن، همه چی خوب میشود. تو فکر نکن تاجیک ما دشمن نداریم، یک تا دشمن داریم نیست دیگه دشمن. همه درونم خواستاست که یک جا میشد بیرون. اینا داونه تیاره برای اون که اینا درون با کار میکند که اینا لوجش نیست، دست پایش بستگی. شما کلانساله ها حرکت نکنیتون ما جوانا چیکار کنیم؟ حرکت پروردگار گفتگی که ادی تو حرکت انی من برکت گفتگی. لطفا سوال مطرح میکردید. لطفا سوال من شما یکم زمین تاجیکستان فروختگی پیتاش در چین، در خطای همین момент شما دپوتات شده در تاجیکستان کار میکردین؟ ده سلامت باشه. بله من اول با سوال شما جواب کردم، ولی خیلی فکرای خوب گفتید که اگر فرصت شد کوتاه با اونم برمیگردم. بله وقتی که امام علی رحمان زمین تاجیکستان رو فروخت من دپوتات بودم، در پارلمان تاجیکستان برآمد کردم، زیر همین سازشنامه‌ای که امام علی رحمان امضا کرد من سخنرانی کردم، موقعم را گفتم و همین موقع من بود که بعد همراه خان ظریفی
خداوند آزادش کند، وزیر کارهای خارجی همون وقت با من بعد یک کتاب فرستاد که همراه یک نفر دیگر نوشتن درباره تاریخ همون زمینی بحثناک بین تاجیکستان و چین و او تلاش میکرد هم در سخنرانیش در پارلمان با من گفت که من اشتباه میفهمم و ذهن جامعه را به سمت اشتباه برده ایستادم و هم میخواست توسط فرستادن اون کتاب که من بخوانم و بفهمم که نه اونها اشتباه نکردند، بلکه گویا از روی کدام زمین‌های و سنگ‌های و کدام نشانه‌ها یک زمان در اونجا سیاحان چین گشتند و نشانه‌های پیدا شده است که البته این بسیار دلیل‌های ضعیفی غیر علمی است. اگر ما از روی این بها بدهیم در تریتور امروزه چین هنوز هم مردم اویغور به زبان تاجیکی نیت نماز میکنند، هنوز هم در اونجا خط فارسی هست، هنوز هم در اونجا نشانه‌های زیادی از یادگاری‌های تاریخی فارسی و تاجیکی است. پس آیا معنی دارد که اون زمین تاجیکان هست یا ما دعوا کنیم؟ یا در بسیاری از کشورهای دیگر هنوز هم نام‌های تاجیکی هست، مثل شهرسبز و بخارا و سمرقند و دهنه و سرخاندریا و سری آسیا و اینا. خب پس چیکار کنیم؟ یا چارسوی ترکمنستان یا دیگر شهرهای قزاقستان مثلا، یا در تاجیکستان ما بعضی نام‌های ترکی هم هست. پس چی باید کرد؟ یعنی این منطق بسیار ضعیف بود. من در اونجا سخنرانی کردم، اما یک آوازی که من زید دادم در اونجا طبیعی است که این مسئله را حل نمی‌کرد. اگر شما مرا بگوید که شما دیپوتات بودید و نتوانستید پیش راه این فروختن زمین را بگیرید، من آشکار میگم که بله، من تمام تلاش خود را کردم، یک آواز داشتم زید آواز دادم، ولی با یک آواز من هیچی حل نمیشد. حالا هم که همین ببینید، همین موضوع صحبت اولیه شما قبل از سوال بسیار مهم است که به همین ربط دارد. حالا هم من مبارزه خود را برده ایستادم، هنوز هم با این برادران مثل شوکت و ده ها برادران دیگر در پیمان و نهضت اسلامی تاجیکستان و برادران گروه 24 دیگر را مبارزه خود را برده ایستادیم. شما ما را کمک کرده ایستادید و شما هم در این مبارزه هستید. اما همون طوری که مبارزه تنهایی من در پارلمان نتوانست پیش راه فروختن زمین را بگیرد، امروز هم مبارزه من و شما نتوانسته است از پیش راه دیکتاتور را بگیرد، پیش راه غلامی ملت را بگیرد. پس معنی چه معنی دارد؟ معنی اون دارد که ما میتوانیم مبارزه بریم و همین رو من گفتم که یعنی مبارزه ما میتواند طولانی باشد. من با آنکه ملت اکثریتش بیدار هست چندان امید زیاد ندارم، اما امیدم در نفران مثل شما هست که شما ببینید چقدر صحبت‌های خوب کردید و همین باعث می شود که من نزد خودم مسئولیت علاوه‌ای بگیرم که تا روزی که من گفتم تا روزی که 5 نفر هست، حالا که الحمدلله از 5 نفر زیادتر است، اگر تا روزی که 5 نفر مثل شما هست، من وظیفه دارم در پیش شما، در پیش ملت، در پیش وجدان ایمانم که این مبارزه را دوام بدهم. اگرچه میدانم که این مبارزه طولانی هست، میتواند حتی ما نتیجهشون رو خودمون نبینیم، ولی باز دست خداوند است. اگر ملت واقعا غیرت کند، ملت بیاد همراهی کند، نه تنها این طولانی نمیشد، ممکن سال آینده یک چند سال بعد ما پیروز شویم، ملت پیروز شود. بنابر همین خواهر عزیز، من کاملا با فکرهای شما راضی هستم و فکر میکنم که اگر شما واقعا این باوری دارید همین رو انتقال بدهید به بدنه ملت، مثلا این مبارزه ما میتواند زیاد طولانی نشود، بعد چند سال ملت به پیروزی برسد. تمام الرحمن خودش به همین که دیگه چی میگه دلج اکادمیکا را پاپسش گرفتگی پیش از فروختنش، اکادمیکا را پاپسش گرفتگی، کلانا را پاپسش گرفتگی، دلج دیمات خودشان پاپسش گرفتگی، پاپس را گرفتگی، ویز دیپتاتورا چقه باشد همشه پاپسش گرفتگی. شما دست موندگی یا نه؟ همین سوالم. نه، من دست موندگی نیستم، امضای ما را گرفتگی نیست. در اونجا دیپوتات فقط آواز دارد، یک آواز میدهد که ما ها یا نه یا به طرف.
من زید آواز دادم، اما دیگر یگان که امضا در اون مسئله نیست. خوب، تشکر زیاد. خواهر چوراس زنده باشید. نوبت رو به دیگران سپارید. زنده باشید. سلامت باشید. زنده باشید. شوکت جان همینجا تا نفری بعدی رو آواز دادن. همین درباره اکادمیکا و درباره رحمان گپ زد. من یک چیز رو بگم. اصلا یادم نیست کدام سال بود، من هنوز دپوتات نبودم، حتی رئیس حزبم نبودم. وقتی که امامعلی رحمان از کی باز احساس کرد که اکنون میتواند ملت تاجیک را غلام کند، یک صحبت در روزی کدام روزی نوروز بود، ملاقات با ضیاییان بود و در شبکه هم در تلویزیون اون وقت پخش شد. امامعلی رحمان در ملاقات با ضیاییان با پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان، اون وقت اولماس فامیلش از یادم رفت، منم یادم نماده خلاصه نامش اولماس بود و تصور کنید که اکادمیک، پرزیدنت اکادمی علم ها که در زمان شوروی هم وقت رو میگفتن که یک عبادتگاه علم، امامعلی رحمان به همین اکادمیک، به همین پرزیدنت اکادمی علم ها گفت که نام تو از این روز به بعد جاویدان یا جاوید بفکرم، یعنی معنای تاجیکی اولماس همین جاوید میشده است. و شما تصور کنید که اگر اون اکادمیک غیرت میکرد، جسارت میکرد، یا تالار اکادمیکای دیگر، ضیاییان دیگر که در اونجا نشسته بودن خرسک نمیزدن، با پرزیدنت کشور میگفتن که تو چه حق داری نام یک انسان رو تغییر بدی که این نام رو پدر و مادرش ماندن، حالا نام ازبکی است، نمیدونم روسی است، تاجیکی است، اسلامی است، عمر است، ابوبکر است، اولماس است، هر چی باشد، برای این نفر که یک مسافر 70 ساله با همین نام پاسپورت دارد، با همین نام اکادمیک شده است، پروفسور شده است، با همین نام جامعه او را اولماس میرسیدوف یادم اومد، میرسیدوف بله، با همین نام جامعه او را میشناسد. وقتی که یک انسان اکادمیک را، انسان را احترام نمیکند، پدر و مادرش برای او گاو کشته است، گوسفند کشته است، نام گذاشته است، این تحقیر علم است، تحقیر بشریت است، تحقیر جامعه است. وقتی که هیچ کس صدا بلند نکرد و همین مسئله را همه با قرصک زدند و همون صاحب نام خاموش استاد، امامعلی رحمان درک کرد که این ملت را میشود زین زد سوار شد و این کار را کرد. من یک نامه نوشتم به اولماس میرسیدوف همون سال برای برگزاری یک کنفرانس در مسئله گفتگوی دین و دنیویت و نامه نوشتم رفتم با استاد مرحوم دینارشاهیف صحبت کردم، دیرکتور انستیتوت فلسفه بود در اکادمی علم ها. گفتم که بیاید یک جایه، من دیرکتور مرکز دیالوگ بودم، مرکز دیالوگ ما با اکادمی علم ها یک کنفرانس برگزار کنیم در همین موضوع بسیار مهم است. بسیار استاد دینارشاهیف خوب قبول کرد، گفت که اگر یک نامه نویسی به پرزیدنت اکادمی علم ها که همین فقط اوکی دیت، دوامش رو من خودم میکنم. من نامه نوشتم به اکادمی علم ها، چون در رسانه ها در همه جا دیگر نام او رو جاوید ماندن، یعنی میگفتن پرزیدنت اکادمی علم ها جاوید میرسیدوف. من میخوندم، خب گفتم پرزیدنت گفت این آدم نامش رو عوض کرد، اعتراض نکرده ایستاده است. من هم در نامه خودم نوشتم با پرزیدنت اکادمی علم ها جاوید میرسیدوف. بردم نامه رو دادم با کاتبات، من رو دعوت کردن ایشان برای ملاقات. روزی چند روز بعد زنگ زدن، رفتم. خیلی آدمی با فرهنگ، آدمی واقعا هم یعنی معلوم است که با سواد. بعد گفت که فقط یک ایراد دارم، در اینجا نام من اولماس است، اولماس می نوشتید. بعد گفتم که من میدونستم اولماس است، اما شما قبول کردید پرزیدنت رو و در رسانه ها، در جمهوریت و در صدای مردم نام شما جاوید میرسیدوف رفته ایستاده است. گفت که من میدونم، اما افسوس، اما من برای احترام پرزیدنت دیگر اونجا چی نکردم، اما من میخواهم که نامم اولماس باقی بماند. من گفتم که معذرت میخواهم، اگر خوب میشد که شما در همونجا اعتراض میکردید، شما پرزیدنت اکادمی علم ها چرا اعتراض نمیکنید؟ خب گفتم اشکال ندارد، من نامه رو دیگر میکنم اولماس، و دیگرم کردم اولماس میرسیدوف نوشتم
ولی بعد اپارات پرزیدنت این کنفرانس رو اجازت نداد، ایشون اجازت دادن. اما ببینید من چرا این رو به یاد آوردم، شاید برای تاریخ ملت ضرور است. این آغازی واقعا هم دیکتاتور و یک به سطح خدایی رساندن امام علی رحمان بود که از علم سر شد، از سرخمی علم شد، سرخمی اینتلیجنسیا شد. من همون وقت گفتم که اینتلیجنسیای تاجیک، زیایی تاجیک همچون قیچر مرد. بله ما زیایی داریم فرد مثل استاد مومین قناعت، مثل برزو عبدالرزاق، مثل مهمانشاه شریفوف، مثل بعضی افراد دیگر، اینا فرد هستند. اما همچون یک قیشر در تاجیکستان زیایی اینتلیجنسیا وجود ندارد. هر کسی میگوید که ما قشر زیایی، ما نمیدونم اینتلیجنسیا تاجیک، غلط کرده است. در تاجیکستان دیگر قشر زیایی وجود ندارد مگر اینکه باز ملت خود را به دست بگیرد، حاکمیت را عوض کند و اون فضای سیاسی کار کند، اجازت بدهد که یک قشر اینتلیجنسیا شکل بگیرد. همون طوری که در زمان اسماعیل سامانی اینتلیجنسیا ملت با وجود آمد که رودکی را با وجود آورد و اون سلسله دوام کرد. دیگر دقیقی و رودکی و انصوری و ابن سینا اونا زادگان همون یک قشر، یک گروه کلان زیایان و نخبگان و اندیشمندان تاجیک است. در زمان تاجیکستان دیگه این از بین رفت. این اشاره من به اون گفته خواهر که درباره اکادمیکا و درباره نخبگان یک اشاره کردم. تشکر زیاد استاد نمین محمد تقایف در روبروی ما ایستادند. در برنامه‌های پیشین یک چند سوال به شما مطرح کردنی بودند و ما گفتیم که همین خودشون دعوت میکنیم روبرو گپ میزنید. اینا هر دو شما روبرو هستین. سلامت باشید. اینا گریبان ما در دست شما برادر محمد. دیگر هر چقدر میخوای چاک کن و بزن و بدران، دیگر تا دلت سرد شدم. گپ زنید برادر. چندین نفر در نوبت هستند برادران. و علیکم السلام. آقا چه شما خوب هستید؟ سلامت باشید. تشکر برادر محمد. شما چه حال داره؟ خوبه؟ ما الحمدلله خوبیم. همه شما ببینیم باور کنید خیلی خرسند بشیم. همه دلی شوی یک ساله دو ساله روشن بشه. سلامت باشید برادر. پس شما دلی خوب دارید، دلی روشن دارید که با دیدن دوستان روشن بشه. انشالله ما دو سوال دادیم میخوایم تیم شما باکو. بله بفرمایید. اینترنت جای ما خیلی بیزیب نمیدونم. اکنون سوال داده میشه نمیشه. میتونید ویدیوتون خاموش کنید تا تنها صدایتون بیاید. گپ زنید. این ویدیو گپ زدن. صدا میرود؟ صدایتون هست، بفرمایید. صدا رفتوز باشد بهترین. آقای محیدین، من در برنامه پیشتری برادر شفقت سوال دادم که شما همون اینترویو اخیران بگویید که یعنی با راه مسلح امام علی رحمانوف رو یک باره کردن، این یعنی کمتر فکری خام است بودید. من میخوام که شما همین جواب که جگان کمبودی باشد یا مبلغ نیست یا آدم نداریم پیش در آیم، همین من فهمیدنه بودم که شما جواب شده که سوال یکم این بود. و دویم سوال همین که اگر پیش از ما مجاهدا تاجیکستان رو آزاد کنن، یعنی رنگ سوریا خلاص کنن، بعد ما با وطن برمیگردیم، بعد آنها برای یعنی مخالفا اجازت میدهند که آنها به سر قدرت بیان یا یعنی صاحب وظیفه شوند، یعنی مردم رو حمایت کنند، مردم رو پیشبری کنند. خیلی که آقای امام علی رحمانوف یگان بهبودی نکردن در طول 35 سال. حاضر عصر 21 در تابستان مردم برق و آب ندارن، حالی مردم حالی سگ، مردم کلاب میبرن نشر میکنن که
قهرمان ملت تاجیک امامعلی رحمانوف همون خرو سطیل و فلک ها که آب میکشن مردم کولاب سال 2025 پیشروی و قهرمانی امامعلی رحمان همین باشد. من نمیفهمم که قهرمان میشمارم. همین دو سوال بوده که همین جواب میداده. بعد سوم سوال همین که فقط کوتاه جواب داد، دراز جواب نداد که همین مردم فهمن شد. امیدوارم که آواز ما رفته. سوال سوم همین که انشالله ما کی به وطن برمیگردیم؟ کی آخرین سالی که ما در مهاجرت هستیم این کدام سال است؟ الله حفظتان کند. ما در حق شما دعاگوییم. سلامت باشی برادر محمد. میگه کوتاه جواب که من عادت کوتاه جواب دادن ندارم. متاسفانه این رو باید دیگر یاد بگیرم اکنون. و باز همزمان میخواهد که من به سوال‌ها، یعنی سوال‌های دشوار شما خوب جواب دیم. ببینید یکی از همین مسائل دشوار مسئله مبارزه مسلحانه است. من نمیدونم در کدام صحبت گفته باشم که مبارزه مسلحانه یک کاری غلط است، اشتباهی است. شاید مرا نادرست یا خودم نادرست بیان کردم یا که نادرست فهمیده شدم. من مبارزه مسلحانه را اولویت نمیدهم. یعنی حالا اگر امکانیت مبارزه مصالحت آمیز داشته باشم و بدانم که با این امکان دارد پیروز می شود ملت، حتی طولانی هم باشد، من ترجیح میدم که با راههای مصالحت آمیز ملت مبارزه برد و پیروز شود. اگر به شرط نشانه‌هاش باشد، اگر به شرط مثلا در تاجیکستان اگر از طریق انتخابات شود، اگر راهپیمایی و تظاهرات اجازت باشد، نه اینکه یک نفر بیاد یک گروه تظاهرات کند مثل مردم پامیر بدخشان که بعد اونها رو بکشند بگن تروریست است. اگر این راه ها وجود دارد، امکانیت هست، چرا ما باید دست به سلاح بزنیم؟ اما دست به سلاح زدن این از مجبوری است، از ناعلاجی است. وقتی که حاکمیت تمام راه های مبارزه مصالحت آمیز را برای تغییر حاکمیت میبندد، مثل که در تاجیکستان هست، پس خودی حاکمیت برای ملت راه دیگر جز مبارزه مصالحانه نمیموند. اما من به این نظرم که مبارزه مصالحانه باید در چارچوب معیارهای بین المللی باشد، دور از خشونت علیه مردم بی سلاح، علیه نهادهای دولتی، علیه جامعه، علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی، و تنها مبارزه برای رسیدن به اون هدف که از قدرت دور کردن دیکتاتور و آزاد کردن ملت. اگر چنین است، این یک مبارزه مصالحانه مشروع به اصطلاح لگیتیمی قانونی است که تمام ملت ها از تاریخ سر کرده تا امروز دست به همین کار زدن. مگر کاوه آهنگر ضحاک را دیگر با راه مصالحت آمیز از قدرت دور کرد؟ نه، با راه مبارزه مصالحانه دیگر قیام کرد و مردم را از پسش برد، یا دیگر حتی واسع هم حتی دیگران دست به قیام مصالحانه زدن و حالا هم همین ملت های مبارز این کار کرده ایستادن. چرا برای دیگر ملت ها امروز حلال بوده است و برای ملت تاجیک مبارزه مصالحانه حرام، در صورتی که دیگر امکانیت نیست؟ اما من در یک صحبت اخیر گفته بودم برادر محمد و دیگر دوستان این رو خوب درک کنند، بدانند که مبارزه مصالحانه را بهتر است که یک نیروی انجام بدهد که برای این کار امروز آماده تر است. یک زمانی بود که نهضت اسلامی تاجیکستان بهترین نیرو، آماده ترین و مجهز ترین نیروی سیاسی تاجیکستان برای مبارزه مصالحانه بود و این کار انجام داد. دیگر نیروهای سیاسی کمک کردند، دیگر نیروها نه آمدن سلاح بگیرند، بلکه آمدن از لحاظ سیاسی و دیپلماتی در پهلوی نهضت ایستادند و نهضت را کمک سیاسی حقوقی کردند تا اینکه پیروز شویم یک جای. آیا همین روز نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان واقعا همون نیروی هست که باز دست به مبارزه مصالحانه بزند از دیگرها بهتر، یا اگر خوبتر نگاه کنیم در صحنه سیاسی تاجیکستان در میدان مبارزه هستند گروه ها و نیروهای دیگر که از نهضت، از پیمان، از گروه 24 دیده بهتر و خوبتر آمادن، مجهزترن، نزدیک به منطقه هستند و من نظرم این است که شاید اونها این قسمت مبارزه رو به دوش بگیرن. نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان، دیگر نیروها
از آنها پشتیبانی کنند، کمک حقوقی، رسانه‌ای، دیپلماتی کنند تا زمانی که آنها در چارچوب معیارهای بین المللی مبارزه میبرند. دست به کدام افراطگرایی و دست به تروریسم نمیزنند، اما مبارزه مسلحانه مشروع را آغاز کردند، ادامه میدهند تا اینکه ملت پیروز شود. اگر روز فرا برسد که ما در پیمان ملی تاجیکستان، در نهضت اسلامی تاجیکستان یا هر نیروی دیگر به این نتیجه برسیم که شرایط، وضعیت و امکانات ما اجازت میدهد و این دیگر هیچ نیروی دیگر از ما بهتر و آماده‌تر در این سمت نیست، پس این تبدیل بشد به مسئولیت ما باید این کار رو انجام بدیم. بنابراین وقتی من میگم که شاید در این شب و روز از همه نیرویی که مناسبتر است این قسمت مسئولیت مبارزه رو به دوش بگیرد، شاید نهضت یا پیمان نباشد، شاید دیگران باشند، به همین خاطر است. این معنا را دارد که ما مبارزه مسلحانه مشروع را قبول داریم، اعتراف میکنیم، ضروری میدانیم و اگر هر نیرویی که این مسئولیت را به دوش بگیرد و برخی ها به دوش گرفتن هستند، ما مسئولیت خود و مسئولیت دیگر نیروها میدونیم که از اونها پشتیبانی کنند. البته مسئولیت اون نیروها هم در این است که در فعالیت‌های خود، در مبارزه خود از خشونت غیر ضروری علیه دیگران، افراطگرایی، تروریسم دست بکشند، با اون راه ندهند و در هماهنگی با دیگر نیروهای مبارز باشند. این مسئله یکم. مسئله دوم، اگر مجاهدین قبل از برگشتن ما پیروز شدند و کشور را آزاد کردند، پس مناسبت آنها با دیگر نیروهای مخالفین چی می شود؟ با جامعه داخلی تاجیکستان چی می شود؟ با اقلیت‌های مذهبی و قومی و با اقلیت‌های سیاسی و فکری چی می شود؟ این مسئله است که باید از خود آنها پرسید، چون من مسئول آنها نیستم. من نمیتوانم با جای آنها جواب بگم، با جای اون نیروهای مسلح مجاهدین که حالا قبل از رفتن ما ملت را آزاد میکنند. شاید آنها مثلا به این نظر باشند چون پیروز شدن و در چارچوب اون اندیشه و افکار سیاسی و دینیشان به هیچ کس اجازت ندهند. مثلا همونطوری که الان در بعضی کشورها هست، مثل که در افغانستان مثلا یک طرز طالبان هم به این نظرن که در اساس شریعت اسلامی و فرهنگ اسلامی سیاست اسلامی را دارن تطبیق میکنن. احمد اشعر در سوریه هم دعوا دارد که او همچین یک مبارز، یک مجاهد در اساس شریعت اسلامی دارد حکمرانی میکند. اما ببینید فرقیت از زمین تا آسمان هست. باز در یک کشور دیگر ترتیب دیگر است، یک نیروی جهادی دیگر خیلی عمل میکنند. ما راستش میگم، اعتراف کنم باید که الان من نمیدونم در ذهن و در مغز و در فکری مجاهدین مسلح تاجیک که در گروه های گوناگون دوری هم جمع آمدند، در ذهن آنها چی میگذارد، آنها چی تصورات دارند. من خیلی نگران از اون هستم که اونها هنوزم در چارچوب همون افکار و اندیشه پیشینه باشند. 10 سال پیش، 20 سال پیش هم خود و هم جامعه را به یک بحران وارد کنند در آینده، چون که تاجیکستان افغانستان نیست، تاجیکستان حتی سوریه نیست، تاجیکستان جزئی فضا یا پهنای یوراسیایی هست، عضو شانگهای هست، عضو آدکبی هست، عضو آبیسیه هست و 70 سال بیشتر از 70 سال شوروی، 30 سال استقلالیت، یعنی 100 سال می شود که در یک فضای سیاسی دیگر رشد میکند. اگر کدام نیروی سیاسی این را به نظر نگیرد و فکر کند که او میتواند این واقعیت ها را تغییر بدهد و تاجیکستان را در اساس اون فهمیش محدود و تنگ خودش به پیش برد، حتی در صورت پیروزی هم این پیروزی موقت خواهد بود، هم خودش را، هم اون اندیشه های اسلامی را و هم جامعه را در یک مشکلی گرفتار خواهد کرد. بهتر می بود که در همکاری و هماهنگی با دیگر نیروهای مبارز باشند، از خود یک کمتر سعی صدر نشان بدهند، یک کمی اون افکار و اندیشه را تغییر بدهند، اصلاح کنند تا اینکه یک آینده بهتر را برای ملت، برای کشورمون به ارمغان آورده باشه. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
و علیکم السلام. آواز ما اومده است برادران؟ بله بله صداتون هست، من میشنوم. برادر ما همچون یک چیز هر نهضتی حربی یک دو سوال دارم. مقصد همی سال 2015 وقتی حاجی حلیم چی کرد قیام کرد، مقصد هم خیلی سوال که چرا نهضت مثال شما وقت راهبر بودین با اون کس نخستید مثال همراهی نکردید؟ این یکم سوال. بعد دیگه سوال همه که مثال همه شما خودتون مثال حاضر حالی همین دلیوری میا چی حساب میکنید؟ مبارز یا که مثال همچون یک مثال ژورنالیست میگنم خیلی، یا که شما خودتون مبارز حساب میکنید؟ عملیات تلویزیون نمی‌خواد. تمام سوال بود. سلامت باشید. حالا شما گفتید همچون یک نهضتی نظامی گفتید یا مثل همین. من باید بگم که حالا نهضت اسلامی تاجیکستان یک زمان یک نیروهای نظامی داشت و ما با آنها فخر میکنیم، هنوزم فخر میکردیم، هنوزم میکنیم. یک مبارزه بسیار جانانه رو انجام دادن و امروز بسیاری آنها هستند با همون تجربه، با همون روحیه و آماده هستند که هر گاه نهضت اسلامی تاجیکستان اگر درخواست کرد و طلب کرد، اونها باز طبق سفارش رهبریت عمل خواهند کرد. اما امروز که رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، ریاست عالی در مجموع حزب تصمیم گرفته است که مبارزه‌اش را از راهی مبارزه‌های غیر مسلح در این مرحله پیش برد تا اون روزی که باز تصمیم دیگر شود، شرایط دیگر شود. اگر شما واقعا هم خود را نهضتی میدانید و پایبند ارزش‌ها و معیارهای نهضت میدانید، امیدوارم انشالله که به این گفته ها و به این تصمیم ها و سیاست های امروزه نهضت پایبند خواهد بود. و چرا ما اون زمان با قیام حاجی حلیم همراهی نکردیم؟ اولش که قیام حاجی عبدالحلیم را نهضت اسلامی تاجیکستان نه در جریان کار بود که چی گذشته است، چرا او قیام کرد، نه با نهضت اسلامی تاجیکستان مشورت شده است و نهضت اسلامی تاجیکستان نمیتواند به یک کار دست بزند، به یک مبارزه همراه شود که از اون آگاهی ندارد، در برنامهش نبود و نمیداند که چرا چنین شد. و بالاتر از این هیچ کس از نهضت اسلامی تاجیکستان هم درخواستی کمک و همکاری نکرده است و بعدا این حادثه چندان طولانی هم دوام نکرد، مگه چند روز شاید یک هفته دوام کرد که دیگر حتی فرصت برای تحلیل و بررسی و برای تصمیم گرفتن نبود. ما واقعا در اون زمان در یک حالت شاک بودیم. همین که حاجی حلیم به شهادت رسانده شد، بلافاصله دیگر حکومت آمد نهضت اسلامی تاجیکستان رو ممنوع اعلام کرد، برادران ما را که در تاجیکستان بودند زندانی کرد و دیگر هیچ فرصت برای فکر و مبارزه و تحلیل و مناسبت ما چگونه باشد با اون قیام حاجی حلیم دیگر نمانده بود. بعد از یک هفته دیگر حاجی حلیم نبود که ما تصمیم بگیریم که با قیام او همراه شویم یا نشویم. در مسئله سوال دوم شما برادر عزیز، من خود را یک مبارز، یک فرد مبارز میدانم که مسئولیت رهبری بخشی از مخالفین را به دوش دارم و همزمان با نظرداشت شرایط امروزه هم کار سیاسی پیش میبرم، هم کار فکری را، هم کار رسانه‌ای را و مجبور هستیم که در چنین شرایط که وقتی که صحنه خالی هست و باید با مردم صحبت کرد، گاه در نقش تحلیلگر، گاه در نقش حتی فعال اجتماعی، فعال حقوق بشری و فعال سیاسی باید عمل کرد. برای مثال وقتی که ما پرونده امام علی رحمان رو به دادگاه بین المللی بردیم، در اینجا دیگر من همچون یک فعال سیاسی، همچون یک رهبر سیاسی نبودم. در اینجا من بیشتر همچون یک فعال حقوق بشری عمل میکردم تا اینکه این مسائل رو از زاویه حقوق بشر مطرح کنیم. و حالا که من صحبت کرده استادم، شاید همچون یک رهبر سیاسی صحبت کرده استادم، اما در بعضی حالات ها مجبورم که خودم بیام، مثلا کانال یوتیوبی دارم، اگرچه وقتی آخر چندان دیگر فعالیت رسانه‌ای نمیکنم، اما تأسیس دادن یک کانال یوتیوبی
جدا از کانال های رسمی نهضت یا پیمان، این معنا را دارد که من وادار میشم که کار رسانه‌ای هم کنم. بنابر همین اما برادر عزیز بیشتری مسئولیت هم و مسئولیت اساسی هم این رهبری یک بخشی از اپوزیسیون تاجیک است که این کار سیاسی است و انشالله اگر باز شرایط تغییر کرد و ما مسئولیت‌های دیگر به خودمون گرفتیم و گفتیم که ما دیگر از یک رهبر سیاسی تبدیل شدیم مثلا به یک رهبر نظامی، امیدوارم که شما مثل که چندان با فعالیت‌های سیاسی از آن خوشتان نمیاد بیشتر به فعالیت‌های نظامی خود را آماده کردید. امیدوارم که اون وقت دیگر شما در پهلوی ما یا در پهلوی کسی خواهد بود که نهضت اسلامی تاجیکستان، نیروهای مبارز اون را همچون رهبر نظامی معین خواهند کرد. این را هم در اینجا با اشاره با این وقت که صحبتی که الان کردم درباره فعالیت حقوق بشری و دادگاه بین المللی، الکی شوکت جان در سایت پیام تیوی هم را نشر کردن. امروز خبر آمد که 8 سازمان بین المللی حقوق بشری، سازمان های معتبر دنیا، در یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی درخواست کردند که از شکایت ملت تاجیک به دادگاه بین المللی علیه حکومت تاجیکستان، علیه امام علی رحمان پشتیبانی کنند. من البته اون متن بیانیه بیشتر به پشتیبانی از یا که اشاره به مشکلات مردم بدخشان در تاجیکستان هست، اما در اونجا یک اشاره هم شده است که جامعه جهانی باید از این شکایت پشتیبانی کند. من فکر میکنم که این یک پیروزی، یک دستاورد بزرگ ملت تاجیک، مخالفین تاجیک است که بالاخره صدای ما را یا نقطرش به صدای ما جامعه جهانی دارد هم آواز می شود. خیلی میخواستیم که جامعه تاجیک هم، نیروهای مبارز هم، سازمانهای دفاع از حقوق بشر تاجیک هم، اینا هم با این دستاورد بزرگ ملت تاجیک هم‌آوازی کنند، چون این نشان می‌دهد که اگرچه برخی از مبارزین تاجیک این را حتی به مسخره کشیدند که این کار نیست، این چیز نیست، یک نامه شکایتی است و واقعا این بیانگر آن است که اپوزیسیون تاجیک برخیش یا برخی از ملت تاجیک تا چه حد گرفتار این حسادت و کینه شده است که دستاورد خودشان را نمیبینند دیگر و تلاش میکنن این مبارزه خودشان را، دستاورد خودشان را کوچک کنن، خرد کنن، ناچیز نشان بدن. اما جامعه جهانی میداند این چی هست و این کار با این کار هم‌آوازی کرده ایستاده است و انشالله این یک مژده، یک بشارت بسیار خوب برای ملت تاجیک است. تشکر زیاد استاد. اما من این سوال رو داشتم درباره این 8 سازمان، الکی اختصار شد، لیکن درباره حاجی حلیم سوال داده نمیدونم که آیا واقعا قیام بود؟ حالا نه هر چی بود، این برادر چون قیام گفت، من در ادامه صحبت این برادر گفتم قیام. بله حاجی حلیم حالا به هر دلیلی هم که باشد بالاخره اون یک مبارز بود، دست به مبارزه زد، حتی اگر از خودش هم دفاع کرده باشد، مثل که معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دادگاه گفت که حاجی حلیم چند روز پیش از این حادثه با او زنگ زده است، گفته است که آیا درست است که به من پرونده جنایی باز کرده از حکومت مقامات. این نفر در جواب گفته است، این صداش هست، همون بخشی که از دادگاه به دست ما افتید در اودیو زاپیس، در اونجا صدا هست. این نفر جواب میدهد که بله نسبت خودت پرونده جنایی باز شده است، اما نگران نباش، ما کوشش کرده ایستادیم که اون رو حل کنیم و اون پرونده برداشته شود. اما طبیعی است که حاجی حلیم هم که ساده نبود، یک آدمی آگاه بود. وقتی او هم باز از سرچشمه‌های دیگر دید است که علیهش پرونده است و امروز یا فردا میگیرن، دیگر برای دفاع از خودش تو یارانش و همراهانش مجبور شد دست به سلاح بزند و این کار رو بکند. و حالا اگر به این حرفا باور کنیم که پرونده باز کردند و او از خودش دفاع میکرد و اینم قیام است، اینم مبارزه است و اینم یعنی قابل ستایش و دستگیری است. و حالا هر چیزی هم که بود، هر نامی هم که گذاریم، به نظر من این یک عملی شایسته بود. اما متاسفانه دیگر خب واقعیت تاجیکستان همین است که دیگر مجبور می شود یک قماندان، یک نفر نظامی برای دفاع از خودش
دست به چنین کارها بزنند. تشکر. بدوری مردم بفرمایید. هستید؟ الو سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. صدا خوش رفت است. صداتون آواز هست در برنامه؟ سوال مطرح میکردید بسیار خوب میشد. صداتون بنویت خوب است. بله خیلی خوب. چی گفتم؟ خیلی خوب در این برنامه قریب یک ساعت یک نیم ساعت در همینجا اشتراک در پشت اکران هستیم. انتظار هستیم که ما هم یک سوال داده شود در این بین سیاست که خیلی ما گوش میکنم اکای محمد بول اکای محمدین کبیری را فقط سوالایی که مثال سوالا رو جواب میده یک سیاست در بین شما پیدا نشید که شما مثال جوانان رو مثال همین خلق مردم خمون مهاجرا رو بیدار کرده شود. یک мотивация در بین سیاست پیدا نشید. مثال یک چیکار بگم یک سیاستی تیار کرده شود بین مخالفا که باید همین وقت زمان همین وقت چی گفتم همین شب و روز ما باید مثال سوال دادن نشود به شما باید мотивация مثال چیکار گویم یک سیاست پیدا که یک سیاستی کار کرده شود که سیاست بین مخالفا باید بیدار شود. وقتی از طرف شما мотивация نباشه خلق عقیب‌شینی میکنه. خیلی ما همین راه هستیم چی گفتم ما خیلی برادرها هستیم که خیلی برادرها هستن که در راه هستن پشت اکران میگن که وقتی که بین مخالفایی که خیلی مخالفای بسیار در طرفای اروپا در دیگر دولت‌ها هستن یگان برنامه سیاسی برای мотивация کردن امروز شب شما یگان برنامه نداریم فقط سوالا رو جواب میتین تمام. با گفتیم که حاضر اکای محمدین کبیری نه پرزیدنت نه یگانچ یک آدم عادیه که مخالفه که از طرف اروپا مثال اشتراک کرده روی اکران گپ میزنه. این وقت دیگه خیلی سوال دادن نیست. این وقت мотивация بیدار کردن خلق ما اگر شاورو سوال تیم سوال ما جواب تمام شدن نمیشه. برای اینکه سوال قطعی ما یگان کار کردن نمیتونیم. ما باید мотивация ما سوچه بگم سیاست بین مخالفا باید بیدار کرده شود. мотивация ای طرف شما مثال мотивация داده نشود خلق پیش برده بیدار کرده نشود ما کی پیش روی کرده میتونیم ما کی یک آدمی بری خودمون بیدار کرده میتونیم کی уже رفت وقت ساعت دیگه دولت‌ها مثال خودتون در اروپا مثال کار بردتون برده است در همونجا هست اونجا وطن ما و شما نیست. ما در طرف روسیه فدراسیون هستیم. ای پشت همون کار مخالف چی بگم ای پشت همین سیاست ما رو هم هستیم ما کار کرده است نه که شما مخالفا هستین که روی اکران ما پشت اکران ما کاری که میکنیم پشت اکران ای شما یگان چی мотивация نیست فقط جواب سوال یکمش که برادر اگه محمدین کبیر نه پرزیدنت نه یگان چی یک اعضای شورای که هست که در چه بگم در پرزیدنتی قبول نمیکنه در ای تاجیکستان برآمدگی رفتگین وقت ساعت شما ما باید мотивация دادن در کار باید سیاست باشه که روشن باشه. سوال یگان وقت تموم شدن نمیشه. ما اگر 24 ساعت سوال تیم یگان سوال مثلا تموم شدن نداره. سوال که به حد بسیاره سوال قطعی ما امروز بیدار کردن نمیتونیم. ما باید همه وقت روشن گفتن سیاست نو گفتن مثال در جامعه روی جهان چی رفته است خلق چه که بیدار کردن در کار کیرا امروز یک نوروز جوانای ما همه چه عقیب شده است یعنی ای سیاست ای شو همه دیگه چاپلوش رفته است. ما باید چیکار کنیم که ما ایرای چاپلوسی بگردن ایرای بوزی بگردن ایرای دیگه چی بگردن همین راه مخالفی مثال تو غلطن فقط ما سوال یگان شمانی نداره. حضور من میفهمم که شما آدمای خوندگی ما مثال دلیکوت خیلی توپای آدم نیست میفهمیم گوش میکنیم تماشا میکنیم فکر خودمون گپ میزنیم ما هم умеем право که مثال فکر خودمون گپ بزنیم در سیاست بله نه که ما همین تماشا کردم یگان وقت یگان روشن‌ترین مثال اون سیاست نیست که خلق بیدار کردن мотивация شود. من نمیدونم این چند دیگه دوام میده چند دیگه میره. سلامت باشید. سلامت باشید برادر. واقعا ببینید با همین خیلی انسان‌ها صحبت کردن یا انیقترش همین خیلی انسان‌ها رو گوش کردن با آدم حلاوت میدید چون که احساس میکنی که آدم البته میداند خودش چی گفته ایستاده است و چی باید کرد. بسیار مسئله مهم برداشت که چرا اپوزیسیون تاجیک به مردم به ملت мотивация نمیدهد برای مبارزه برای آینده و بیشتر کاری روشنگرایی کرده ایستاده است کاری فهماندگی کرده است با سوال‌ها جواب میگیرد. بسیار مسئله مهم است. ما باید به این سوال هم جواب بگیم که چی چیز به ملت мотивация میدهد. مثلا وظیفه اپوزیسیون تاجیک
بخصوص رهبران سیاسی از چی عبارت است که به ملت موتیواسیا بدهد و ملت را در حرکت بدارد تا اینکه ملت دست به کار شود. ما در این مسیر دادن موتیواسیا به مردم به ملت میتوانیم اشتباه کنیم. یک همون جایی که به اصطلاح میگن هم گردشه که بعضا اگر راننده سرعت خوب اداره نکند میپرد در جو. در این گونه گردش ها باید بسیار با احتیاط رفتار کرد. یکی از گردش ها همین دادن موتیواسیا به ملت و به مردم است، به مبارزین است. اگر شما در وقت نادرست با موضوع نادرست به شکل نادرست به مردم موتیواسیا بدهید و در پس این موتیواسیا دادن چیزی نباشد، خالی باشد، شما موتیواسیا و اراده ملت رو کشتید. شما اگر بیاید در همین شب و روز من چند مرتبه به انقلاب دعوت کنم، بگم که مردم باید انقلاب باید کرد ضد رحمان و درباره انقلاب زیاد گپ زنم، چون که بسیار درباره انقلاب گفته شد. کی کسان دست به انقلاب نزدن، چه کسان دست به مبارزه نزدن، حتی روزم تعیین شد، حتی مردم رو هم دعوت کردیم، حتی بعضی ها دیگر همین شب و روز برای انقلاب مبلغ جمع کردن، مثلا فلان قدر پول به من بدهید، اگر شما همین قدر پول به من کمک کنید انقلاب می شود، اگر پول ندید انقلاب نمی شود. مردم بیچاره هم دیگر موتیواسیا میگیرد و پول میفرستد و خب یک قسمش بعد والا با چی مشکلات گرفتار شد. اما در آخر نه تنها موتیواسیا ملت رو میکشیم، بلکه دیگر کار رو به حد میرسونیم که دیگر وقتی میخوایم به ملت موتیواسیا بدیم هیچ کس باور نمیکند. برای چی؟ برای اینکه در وقتش با همون روش غلط ما خواستیم که مردم رو موتیواسیا بدیم و خودمون رو مبارز و قهرمان نشان بدهیم و شاید نیتمون هم نیتای خوب بود، خالص بود، از برای خدا و از برای ملت بود، اما چون روش غلط بود ما نتیجه برعکس گرفتیم. حالا میتونیم همین اشتباه رو تکرار کنیم و من وقتی سوال میگذارم که چی باید کرد که مردم دارای موتیواسیا، دارای انگیزه شوند، همون موتیواسیا ترجمه درستش انگیزه است، و تا اینکه دست به مبارزه شوند، این سوالی ساده نیست. این رو یک نفر و دو نفر نمیتواند حل کند. یک نفر میتواند با مردم برای یک مدت کوتاه انگیزه بدهد، خیلی یک صحبت‌های انقلابی، صحبت‌های پرجوش و خروش کند، اما بعد طولانی میشود، مردم میبینند که نه، در پس این غیر از همین شعار چیزی نیست. نه تنها موتیواسیا نمیگیرند بلکه اون موتیواسیا داشتهشون هم از بین میرود. موتیواسیا باید به ملت داده شود که اون ملت به مرحله آگاهی رسیده است. حالا برادر عزیز، شما ما را تنقید میکنید، حق دارید، من این را قبول میکنم، اما من در همین مرحله برای خودم و برای خیلی از اندیشمندان تاجیک، رهبران سیاسی تاجیک یک مسئولیت را میبینم. مسئولیت روشنگری و باز کردن چشمان ملت. میدونید وقتی ما صحبت میکنیم با مردم احساس میشود که در بین مردم گوش شنوا خیلی اندک است. مثل شما برادر، مثل این خواهر که پیشتر صحبت کرد، ما اگرچه میگویند که ما هستیم، مردم تشنه هست، مردم آماده مبارزه است، اما گوش شنوا هنوزم به اون حد پیدا نشده است که مردم احساس کند، بفهمد که این خیلی ادامه زندگی دیگر امکان ندارد. ملت رو به پستی رفته ایستاده است. شما هم گفتید که مردم دیگر جوانان، نسل جوان چاپلوس شده ایستاده است و وقتی که ملت در این شرایط است، ما و شما چگونه میتونیم این ملت خواب را موتیواسیا بدهیم؟ میگن که شما یک انسان خواب رفته را، خواب را میتونید بیدار کنید، اما انسانی که خودش رو به خواب انداخته است، به خواب زده است، شما رو بیدار کرده نمیتونید. خیلی از مردم تاجیک امروز خودش رو به خواب انداخته است. او خواب نیست، بیدار است، میداند که رحمان چی است، کی است، میداند که در کشور آب و برق نیست، میداند که روز به روز اقتصاد بد شده ایستاده است، در مردم مهاجر در روسیه چی وضعیت دارند، اما خودش رو نادیده میگیرد، میگوید که خدا را شکر مهم که جنگ نیست. خب بالاخره جنگ چی است؟ جنگ همون است که در نتیجه جنگ انسان میمرد، انسان چیزی رو از دست میدهد، ملت ضعیف میشود.
اما امروز ملت تاجیک بدون جنگ هم ضعیف شده ایستاده است، از بین رفته ایستاده است. باور کنید در اوکراین جنگ است و قریبی 3 سال می شود یا الکی 4 سال می شود، ولی اون قدر پیشرفته که در اوکراین در اون قسمت بدون جنگش هست در تاجیکستان بی جنگ نیست. ملت اوکراین یک ملت پیشرفته، یک ملت زنده، یک ملت بیدار. درست است که یک قسمت زمینش اشغال شده است، اما به مراتب از تاجیکستان بدون جنگ پیشرفته است و زنده است و ترقیات بیشتر دارد. کسانی که در اوکراین زندگی میکنند تاجیکان ما این را تصدیق میکنند. پس ما مردم را چرا از جنگ میترسانیم وقتی که بدون جنگ ملت از بین رفته ایستاده است؟ من چی گفتن میخوام برادری عزیز، من فکر شما را درک میکنم، قبول دارم، اما بیاید یک مدت دیگر به مردم بفهمانیم که ای مردم، ای ملت، ما روز به روز داریم به پستی رفته ایستادیم، ملت به نابودی رفته ایستاده است. شما از مبارزه نترسید، از مبارزین نترسید و از طرف دیگر با کسانی که دیگر شعارهای مبارزه را یک وسیله خودنمایی کردن، هر روز انقلاب اعلان میکنن، هر روز نمیدونم مبارزه اعلان میکنن، هر روز خود را شری ژیان میتراشند، دیگر به این گروه هم دیگر چندان باید باور نکرد، بلکه بیاید دنبال نیروها، شخصیت‌هایی که مسئولیت شناسن، کسانی هستند که حرف را بیهوده نمیزنند. قبل از آن که یک شعار پرتویان برای مردم را موتیواسیون بدهند و بگویند که اکنون مردم روز مبارزه، روز قیام رسید، ما این قسمت کار را آماده کردیم، وظیفه شما به میدان برآمدن و مردم درک کنند که در پس این جمله چیزی هست و باور کنند که چیزی هست. امروز ملت تاجیک باور کنه دیگر با ما سیاستمدارها، با ما رهبران اپوزیسیا، با ما نیروهای اپوزیسیونی دیگر چندان باور ندارد. برای چی؟ برای که ما چند مرتبه مردم را موتیواسیون دادیم، بعدا این موتیواسیون را کشتیم. مردم باور کرد، مردم اعتقاد کرد، مردم حتی کمک کرد، مردم پول فرستاد، مردم تا امروز هم پول داده ایستاده است به خاطر آنکه فکر میکند که در اونجا یک مبارزه هست. ما ببینید برادر عزیز، ما بعضی قشر از ملت تاجیک برای حقارت رحمان پول میدهد، پول داده ایستاده است فقط برای اینکه رحمان را حقارت کنند. اما برای آنکه من شخصا جرئت نمیکنم به ملت مراجعت کنم که برای ادوکات هایی که در دادگاه بین المللی ضد رحمان که به قریبی باید پروندهش بحث و بررسی شود و این ادوکات ها به پول کار نمیکنن، من برای این مبارزه حقوقی که ده ها مراتبه از این مبارزه گبزنی ما و حقارت های ما مهمتر است، من جرئت نمیکنم به مردم مراجعت کنم که با ما پول بدهید. برای چی؟ برای آنکه میترسم که مردم فکر نکنند که خب ما با شما پول دادیم، آیا پرونده امام علی رحمان به دادگاه برده شد، نتیجه گرفتید، او را جنایتکار اعلان کردند یا نه؟ من از این چیز میترسم که مردم احساس فریب خوردگی نکنند. وگرنه ما این مشکلاتی که الان داریم یک کمی تأخیر در بررسی، بحث و بررسی میشد، برای اینکه ادوکات‌های بی پول همین قدر کار میکنن. همین کاری که تا امروز ما کردیم چندین میلیون دلار نرخ داشت، ولی ما از ملت یک تین هم نگرفتیم. نگفتیم که ملت بیاید با ما پول بدهید، به این صورت حساب پول روان کنید که ما این پرونده مهم را پیش برده ایستادیم. پول پیدا شد، خدا را شکر، و بدون آنکه بالای ملت فشار بیاریم. امروز هم که نیاز داریم برای همین پرونده، باور کنید جرئت نمیکنیم برای آنکه موتیواسیون اون انگیزه ملت رو نشکنیم. اما میبینیم که مردم خیلی راحت نه تنها از مردم برای کارها پول میگیرن، بلکه باز مردم را متهم میکنن. اگر چند مدت دیگر همین دوام کند، الکی مردم ناامید شده ایستادن، مردم میگن خب ما برای چی کمک کردیم، برای چی انگیزه داشتیم، پول دادیم، کمک کردیم، همراهی کردیم. خب شما انقلاب اعلان کردید، انقلاب نشد. شما گفتید که پول بدهید، ما فلان رحمان رو از قدرت دور میکنیم، این کار هم نکردیم. برای این برادر عزیز، ما در مسئله دادن موتیواسیون خیلی با احتیاط رفتار میکنیم، با یک سبب، با یک دلیل، انگیزه و موتیواسیون مردم رو نشکنیم بار دیگر. بنابر همین وقتی که ما این صحبت ها رو میکنیم خیلی آرام، خیلی با یک روش فهمانده دادن، به خاطر آنکه مردم بداند، درک کند که آزادی چه ارزش دارد، پیشرفت چه ارزش دارد، یک ملت آزاد بودن چه معنی دارد. اگر ملت
نمیگم اکثریت، حداقل 30% این رو درک کرد، بعد اون وقت ما با یک شعار قوی‌تر، با یک موتیواسیون بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد. الان من تنقیدات شما را قبول دارم، اما به این نظرم که ما باید با مردم یک مدت دیگر بیشتر صحبت‌های فکری رو انجام بدیم تا اینکه ملت واقعا بیدار شود. تشکر. دوستان عزیز، چند نفری که در نوبت هستید خواهش میکنم سوالهای خود رو اخچام و مختصر بیان میکردید خوب میشد، چون که شوکت جان باشم نزدیک 2 ساعت میشود، یعنی نه طولانی بعد شود نه کوتاه. به نظرم همین 2 ساعت کم و زیاد یک کمی کافی است. بسیار خوب. حالا چند سوالهای خودم موند. برادر مرگ بر ظالم آماده شوید. شریف بفرمایید. شریف حاضر گپ زده بودن یا نه؟ نه شریف گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اوزم خوشم میاد؟ اوزتون خوب است، بفرمایید. او اکای شوکت ما یک دو سوال میکنم، ممکن کریتیکوات کنم اکای موحدینا. شما گپی ما را نبرین، من نه طرفدار شمایم نه طرفدار حکومت. در دایره آداب باشد، آداب بحث باشد، یگان مشکل نیست. نه تمام درباره چی من نه به عزت نفس یگان کس میرسم و فقط یگان مشکل نیست. فقط یک سوال دارم که در سال 2013 همین حزب نهضت اسلام 40 سالگی داشتن، بعد یه انتخاباتی پرزیدنتی تاجیکستان شد. خب همه با امید بودن که بعد از 19-20 سال می شود انتخابات آزاد و ما یک اپوزیسیونی را در انتخابات میبینیم. اما موحدین کبیری چیکار کردن؟ بعد قطعی رحمت الله ظاهر خدا رحمتی دو کسا پس یک زنک در بجا شیدن و نامی بابا نظر برا موندن چون بجا شیدن. بعد رفتن در رادیو آزادی خودنمایی کردن موحدین کبیری که ما برای بابا نظر و یا بای نظر و 200,000 امضا باید جمع کنم که حالا که هیچ کس نمیشناسد، نه رحمت الله ظاهر فناز میشناختن نه بای نظر و یا بابا نظر. برای چی موحدین کبیری در همون وقت ترسیده و با مقابل امام علی رحمانوف برآمدن نخواسته. خب این یکم سوال. من مجموعی سوالام میتونم که همش یک جای جواب بدم. دوم سوال، در سال 2013 برمیگردیم با زید سعیدوف در فرانسه بودن. شما در مصاحبه با زید سعیدوف در رادیو آزادی همونم گفتید که زید شیرویچ به تاجیکستان برنگرد که محکم میشوید. طرف زید شیرویچ برای چی زید شیرویچ گفتید؟ گپی خوب گفته. زید شیرویچ هم شما را گوش نکرد، گشت اومد محکم شد، از اروپورت محکم شد. برای چی همین چیزا در سال 2015 وقتی که خودتون گرفتن از تاجیکستان رفته، خودتون از تاجیکستان رفته، برای چی با معاونان خودتون نگفتید که بیستین که همین امام علی رحمانوف شوخی نمیکند، هممونا محکم میکنه، بیاید یک جای گریزید. خیلی که زید سعیدوف شما نصیحت کرده. این دوم سوال. سوم سوال، در سال 2013-14 یک شیطان دیگه در اونجا هست، مولا عبدالرحیم. مولا عبدالرحیم یک پیشنهاد کرد که حزب نهضت اسلام نام اسلام برداشته شود از نام حزب نهضت اسلام. شما موحدین کبیری به همین سوال، به همین پیشنهاد روزگی خود را در رادیو آزادی دادید که مایلش نام اسلام برداشته شود. نام اسلام برداشته شود و شما شخصا، من در سال 2005 در واخوری پرزیدنت امام علی رحمانوف با جوانان اشتراک کردم. امام علی رحمانوف گفت که یگانه دولتی در آسیای مرکزی وجود دارد که حزب اسلامی دارد، اینم تاجیکستان است. یعنی که هم شما را پارتای با قوت حساب میکرد، هم تعریف میکرد که ما یعنی که آزاد و دموکراتیم. شما شخصا موحدین کبیری سبب شکستی حزب نهضت اسلام خود را نمی حسابید و در سال 2027 شما خودتان را همچون پارتای صاحب حقوق یا که اگر ثبت نام شدگی هم نباشد در انتخابات
президенти иштирок карданро ягон барнома доред, ягон нақша доред, ҳамин нақшаҳотонро кушода медодед. Раҳмати калом. саломат боше бародари азиз. чанд савол пайҳам буд. ман кӯшиш мекунам кӯтоҳ, вале мисли ҳамеша тӯлонӣ мешавад. тӯлонӣ нашавад лутфан. черномирдин, сарвазири Виктор Черномирдин як ҷумлаи маъруф дошт, мегуфт ки мы стараемся делать лучше, но получается как всегда. ман ҳамеша кӯшиш мекунам кӯтоҳ гап занам, лекин мисли ҳамеша тӯлонӣ мешавад. бубинед бародари азиз, бале соли 2013 мо номзадӣ Ойниҳол Бобоназаровро ҷонибдорӣ кардем. номзадӣ Ойниҳол Бобоназаровро дигар ҳизбу ҳаракатҳои шомили коалитсия пешниҳод карданд. он замон мо барои интихоботи президентӣ як коалитсия ташкил кардем ки ҳизби Наҳзат, ҳизби Социал-демократ, ҳизби Тоҷикистони Нав, ҷонишини Заид Саидов, бархе аз шахсиятҳо мисли устод Тураҷонзода, ҳоҷи Маҳмад Умаров ва дигарон буданд ва иттифоқан номзади Ойниҳол Бобоназаровро дигарон пешниҳод карданд ва мо аз ҳама охир ҷонибдорӣ кардем, барои он ки дар унҷо дигар аксарият ба ҳамин рай буд. ва чаро ман номзад нашудам? оё тарсидам ё ягон фикри дигар доштам? аслан аз чӣ метарсидам? яъне ҳоло як кас номзад шуд чӣ кор мекунанд? ӯро барои номзад шудан намепаронанд, ҳоло зиндонӣ намекунанд ҳадиақал ҳамун шабу рӯз. ва шояд агар номзад мебудам ба истилоҳ иммунитети бештар пайдо мекунанд, чун раҳмон баъд фикр мекард ки касе ҳоло ҳамун шабу рӯз агар зиндонӣ кунад, ҷомеаи ҷаҳонӣ мегӯяд ки рақибашро зиндонӣ кард, дар он билфосила ин корро намекард. аммо як далил доштам ки ман номзадиамро розӣ нашудам мондам. якуме ки худи ғайр аз ҳизби Наҳзат дигар ҳеҷ ҳизбу ҳаракатҳои узви коалитсия номзадии ҳизби Наҳзатро барои президентӣ ҷонибдорӣ накард ва намекард. ягон кас розӣ нашуд. дуюм ки мо ҳам пофишорӣ накардем ба хотири он ки ҳам мардуми тоҷик, ҳам ҷомеаи ҷаҳониро Эмомалӣ Раҳмон аз он метарсонданд ки ин ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон мехоҳад Тоҷикистонро ба Афғонистони дуюм табдил диҳад. агар президент аз ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон шавад, дигар Тоҷикистон боз ҳама маҷбур мекунанд ки занҳо ҳама ниқобпӯшу ҳиҷобпӯш шаванд, мардо ҳама риш монанд. хоб хулоса як Тоҷикистон ба як кишвари исломӣ, унам аз нусхаи афғонистонӣ табдил мешавад ки дигар бо назардошти ин, на ин ки ман шахсан нахостам номзад бошам, раёсати ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон тасмим гирифт. аслан ин гуна тасмимҳо дар Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳеҷ вақт тасмими шахсӣ нест. бале раҳбари ҳизб метавонад як назар дошта бошад, назараш муҳтарам аст, ба инобат гирифта мешавад, аммо тасмими дастаҷамъона аст. ва дар ин масъала ҳам назари ма ҳамин буд, ҳам назари аксарияти раёсати олии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ин буд ки мо номзад пешниҳод накунем, балки як номзади берун аз ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро пешниҳод кунем дар он шабу рӯз. ва ҳатто ҳамин гуфти хутонам гуфтед ки Раҳматулло Зоировро касе дар дохили ҷомеа нухбагону интеллигенсияу босаводон мешинохтанд, аммо қишраҳои дигари ҷомеа кам мешинохт. он ҳамун тавре ки Наҳзати Исломии Тоҷикистон муттаҳам ба он буд ки кишварро исломӣ мекунад, Раҳматулло Зоиров марҳум муттаҳам ба он буд ки агар ӯ интихоб шуд, чун зодаи Ӯзбекистон аст, кишвар дар ихтиёри Ӯзбекистон қарор мегирад. ва ин ҳамин буд ки аксарияти оппозитсия ба ин назар буданд ки як нафари дигар бошад. ва вақте ки як нафари ҷасур мисли Ойниҳол Бобоназарова омода шуд ки номзад бошад, ҳам зан буд ва ҳам як сиёсатмадори маъруф ва ҳам ҳамаи аъзоини коалитсия ҳизбу ҳаракатҳо ба он мувофақат карданд. бо вуҷуди ҳама интиқодҳо ман қабул дорам, аммо ман ҳанӯзам ба ин назарам ки агар ҳар касе ҳам дар унҷо номзад мебуд, чӣ ман, чӣ Раҳматулло, чӣ устод Тураҷонзода, чӣ Ойниҳол, натиҷа ҳамоне мебуд ки шуд. яъне Эмомалӣ Раҳмон иҷозат намедод ҳатто ки аз он барьери имзоҷамъкунӣ мо бигзарем. ва ҳатто шояд вақте ки ман номзад мебудам, ҳатто ҳамун рӯзои аслан 10 рӯзам ки фурсат доштем, аслан иҷозат намедоданд.
ما وقتی که خودمون امضا جمع کنی رو آغاز کردیم فرق چی فرق دارد؟ من نامزد باشم یا آینی حال رئیس ناحیه که باید در اون روی خط ورقه امضا جمع کنی مهر ماند و امضا کند 4 روز 5 روز رئیس ناحیه پنهان میشد نمیافتیم. خب من اگر نامزدم باشم چیکار کرده میشود؟ از دست ما چی میآید؟ هیچ چیز. بازم امضا جمع نمیشود برای که وقت نداریم، وقت گذشت. این یک مسئله درباره چرا آینی حال نامزد شد و من نامزد نشدم. باور کنید از روی ترس نبود، بلکه از روی منفیت جامعه، منفیت حزب، منفیت اسلام و به خاطر بهبود کار بود. شاید در این تصمیممون ما اشتباه کردیم، اما نیتمون نیتی خیر و نیتی نیک بود. درباره زید سعیدوف چرا من به زید سعیدوف گفتم که نرو به تاجیکستان و واقعا هم گفتم نرو و چرا به معاونین خود نگفتم؟ کی میگه که من به معاونین خود نگفتم؟ حتی معاونین من به من گفتن که به تاجیکستان بر نگرد. یعنی ما وقتی که دیروز من برای دادگاه بین المللی یک بار به ارخیو رو آوردم، ارخیو همون سالها، در اونجا با روبرو شدم با قرار شورای سیاسی نهضت اسلامی تاجیکستان در ماه می، از ماه می 2015 که قرار قبول کرده است که به رئیس حزب دستور داده شود که به تاجیکستان برنگردد. چون من گفتم که من برمیگردم در جشن وحدت در ماه ایون شرکت میکنم. یعنی خود شورای سیاسی بعد دید که من برگشتنی هستم قرار قبول کرد، وظیفه دار کرد که برنگردم. یعنی شما فکر میکنید که یعنی معاونین من دیگر اعضای شورای سیاسی به این باور نبودن که من زندانی میشم. همه میدونستن که برگردم زندانی میشم. اما وقتی که من با معاونین با اعضای شورای سیاسی گفتم که همتون تاجیکستان را ترک کنید، یعنی این دیگر قرار هست. چون من صحبت خودم با سید مومن یتیموف رو در تاریخ 10 یا 11 مارس چند روز پیش از برآمدنم از تاجیکستان با معاونین نقل کردم. گفتم که وضعیت همین است، معاون در جریان بدن. اما این همون خوشباوری تاجیکی از یک طرف که ما چی گناه کرده ایم که برایم، اگر ما برایم خب میگویند که اینا ترسیدن. اونا با من گفتن که خب بر ضد خودت دلیل پیدا کرده میتوانن، دلیل ساخته میتوانن و ساختن. چون تو قبل از اون که رئیس حزب شوی تاجر بودی و اون پرونده ای مرا که گویا من در سال 1999 یک مالکیت خودم رو با قانون ویران کنی فروختم. یعنی تصور کنید سال 1999 من فروختم، واقعا گویا که غیر قانونی بود استون. علیه من معاونینم گفتن که خودت تجارت داشتی، به خودت اتهام سیاسی پیدا نکردن، تا امروز اتهام اقتصادی پیدا کردن. اما ما نه اقتصاد داریم نه تجارت داریم، با ما پیدا نمیکنن. وقتی که الکی من دیدم که نمیشود، گپی من رو نمیگیرن، دستور دادم هم به اعضای خانواده‌ام، هم به معاونین، هم به اعضای ریاست که شما را زندانی میکنند. و به من از حکومت دوستان انسان‌های با انصاف گفته ایستادند که برایند. من سفارش دادم و حتی گفتم که اگر کسی از شما را زندانی کردن مسئولیتش به دوش خودتان است. کسی اگر شهید شد بدانید که دیگر این نتیجه اون است که شما سفارش رهبریت را اجرا نکردید. من در ماه اوگوست گفتم، در ماه ایول گفتم که برایت، ولی برادران میگفتن که خب این نظر رئیس است، نظر یک نفر است، چرا ما در اینجا شورا است، رهبریت است، تصمیم رو ما میگیریم. اونا تصمیم گرفتن. اما وقتی که دیدن که مسئله جدی است، من سفارش قاطع دادم. هر کسی همون یک روز دو روز فرصت داشت برآمد، نجات یافت. اما متاسفانه دیگران حتی معاونین ما رو در فرودگاه گرفتن. برادر سید عمر حسینی، برادر محمد علی حیات رو در حالت برآمدن از منزل گرفتن. یعنی اونا هم الکی دیگه برآمدنی شدن، اما متاسفانه دیر به گپ گوش کردن، دیر اقدام کردن. مثل که خیلی از برادران دیگر هم زندانی شدن. بنابر همین شما فکر نکنید که من دستور ندادم با معاونین که برایت. حتی یادم هست که با من یک مقدار سخت گفتن که یعنی خودت در خارج کشور هستی، با خودت معلومات‌های غلط دادن و خودت برگشتن نمیتوانی، میخواهی که همین حالت برای همه باشد. یعنی ما هم در خارج بودیم.
ما تا آخر میستیم، مبارزه میبریم، یگون گناه نکردیم و هر روز که لازم دونستیم که خودت هم برگردی، باز به خودت هم سپارش میدیم، قرار ریاست میشود که برگردی. حتی آمادگی ها گشته رفتن. بله، حتی قسمی از آمادگی ها گشته رفتن. بله، حتی قسمی از من خواهر ظرفا استانبول آماده بود همراه برادر سید عمر حسینی. من خواهر ظرفا را گفتم حداقل خودت نرو، خودت. خب سید عمر گفته است که من معاون اول هستم، برمیگردم ببینم که وضعیت چه خیلی است. خواهر ظرفا را گفتم که خودت اقلا برنگرد. چرا برمیگردی خودت؟ گفت که من یک بلیت دارم، یک کنفرانس به ورشاو یا که به کجای دعوت دارم، برگردم اونجا. خب گفتم از همینجا رو، ویزا کو داری؟ از همینجا بلیت بگیر. چرا میره؟ خب بعضی کار برگشت و زندانی شد. یعنی شما فکر نکنید که من یعنی دیگران رو نگفتم. یگانه چیزی که من پشیمان هستم و هنوزم افسوس میخورم این است که من اونقدر قدرت زیاد نداشتم که یعنی مردم رو مجبور کنم. حتی این پسر خودم رو گفتم که روح الله نبرآمد تا روز آخر، اونم چند ساعت پیش مثل دیگر برادران برآمد. گفتم ببین روح الله، گپی مرا نه خودت گرفته ایستادی نه اعضایان حزب میگیرن. اگر کشته شدی بدان که شهید نمیشوی، چون امر سپارش پدر رو نگرفته ایستادی، امر سپارش رهبر حزبت رو نگرفته ایستادی. بعد اونم گفت که اگر دیگران میپرسم اجازت بدهند میبرایم. از سید عمر و از محمد علی اجازت پرسید، اونا گفتن که خودت هم زود عمل کن، ما هم برآمده ایستادیم، در تاجیکستان نباش. خب چند ساعت فاصله بود که میتونست او رو هم بگیرن، پسرم رو هم بگیرن، ولی در همون چند ساعت بود توانست بیرون برآمد. بنابراین برادر عزیز، البته این حرفا برای خود سفید کنی نیست. یعنی باید من همون دستور قاطعی که یک هفته پیش از همین حادثه دادم، این را شاید در ماه ایول میدادم، در ماه اوگوست میدادم، اما بالاخره رهبریت حزب تنها یک نفر نیست. اونو حتی ببینید رهبریت حزب تصمیم گرفت در همون دوشنبه بودگی برادرها که بیرون یک بار دیگر با وزیر عدلیه صحبت کنن و رفتن صحبت کردن. سید عمر حسینی، حکمت الله سیف الله زاده، عبدالقاهر دولت رفتن با وزیر عدلیه صحبت کردن که خب شما چیکار کرده ایستادید؟ خب ما آماده هستیم که رئیس حزب رو عوض کنیم، آماده هستیم که نام حزب رو عوض کنیم، ولی شما این کار رو نکنید. نه تا این درجه ریاست حزب، شورای سیاسی صلاحیت و قدرت داشت که بدون رئیس حزب میرفتن صحبت میکردن، تصمیم میگرفتن و این تصمیم دیگر تصمیم دست جمعی بود. اما وقتی که ببینید در مسئله تغییر نام حزب، مولا عبدالرحیم این نام حزب رو عوض کنید نه، مولا عبدالرحیم دعواش این بود که حزب رو فعالیتش رو قطع کنید و اون اصلا با نام حزب مشکلی نداشت. درباره تغییر نام حزب من در رادیو آزادی حالا کی بود چی گفتم یاد ندارم، اما من در سال 2003 وقتی که رئیس حزب استاد مرحوم سید عبدالله نوری بود، من یاد ندارم حالا معاون بودم به فکرم، معاون اول بودم یا معاون بودم، این مسئله تغییر نام حزب رو من در زمان زندگی استاد نوری مطرح کردم. گفتم استاد، برادران عزیز در حزب، من به این نظرم که اگر ما نام حزب رو تغییر بدهیم نه از اسلامیتمون کم می شود، نه از مبارزه‌مون، نه از ایمان و عقیده‌مون کم می شود. سمت جهان از روی تحلیل من به همین طرف رفته ایستاده است که در آینده دور یا نزدیک برای حزب و حرکت‌هایی که نام اسلامی دارند فعالیت دشوار خواهد شد. چرا ما همین رو دیده و دانسته خود را در دشواری قرار بدیم؟ اتفاقا استاد مرحوم سید عبدالله نوری به این فکر من راضی شد، به همین فکر من راضی بود. این را برادران در شورای سیاسی در ریاست عالی حزب خوب میدونن و تصدیق خواهند کرد. و خب گفتن که دیگر من اکنون با همین آمدیم دیگر برویم. یک بار حتی مطرح کردن در ریاست عالی، خودی استاد نوری مطرح کرد، اکثریت جانبداری نکردن. خودی استاد نوری با پرزیدنت رحمان مسئله رو مطرح کرد، برادران شاهدی میدین. برگشت از ملاقات با رحمان گفت که من همین موضوع رو با امام رحمان مطرح کردم، گفتم که اکنون یک زمانی که ما صلح کردیم، مبارزه بردیم، این نام مهم بود، لازم بود. حالا ما خودمون در نهضت اسلامی تاجیکستان به این نتیجه رسیدیم که نام رو عوض کنیم، کلمه اسلام رو از اون بگیریم. این حرف کبیری نیست، این حرف استاد نوری است
و امام علی رحمان چی گفت در جواب؟ چون اون وقت امام علی رحمان که اون زیرکی سیاسی رو داشت میدونست که یگانه دستاورد دموکراسی تاجیکستان همین وجود حزب دینی است. گفت که نه داملا این کارو نکنید، برای آنکه ما حالا برای دموکراسی هیچ چیز نداریم جز از اینکه همین وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. در همه جا با فخر میگوییم که ما یک حزب دینی داریم، پس در ما دموکراسی است. تا وقتی که حزب رحمان فکر میکرد که حزب اسلامی اگر ضعیف باشد بد نیست، بگذار باشد ولی ضعیف باشد. اما وقتی که رحمان دید که نه، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 2010 دیگر حزب ضعیف نیست، حزب قوی است که پیروز شد، دیگر برایش نه این حزب در کار بود نه نام اسلامی در کار بود، اصلا اپوزیسیون دیگر در کار نبود. بنابراین برادر عزیز، این که کدام ملا عبدالرحیم گفته باشد که عوض کنید یا من گفته باشم در مصاحبه که باید عوض میکردیم، این رو من در سالهای 2003 گفتم، استاد نوری به همین راضی بود، خودش مطرح کرد و این مسئله نو نیست. اکنون که به اروپا آمدیم، خیلی از برادرانی که در اون وقت ضد بودن خودشان گفته ایستادن که بله اکنون وقتی اون رسیده است که نام حزب را تغییر بدهیم. من در جواب در همین اروپا گفتم دیگر چی فایده دارد؟ اون وقتی که من گفته بودم باید که راضی میشدید، الان که دیگر ما در اروپا هستیم، نه در انتخابات شرکت میکنیم، اصلا نه دیگر در تاجیکستان هستیم، برعکس باید نام حزب را تا رفتن پرونده رحمان به دادگاه بین المللی حفظ کنیم، چون شکایت کننده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون قربانی اصلی می شود و ما باید با همین نام حداقل تا دادگاه بین المللی برویم، بعد تصمیم خواهیم گرفت که آیا این نام باشد یا نباشد. من به این نظرم که با تغییر نام یگان چیز کم نمی شود، نه از ایمان، نه از ارزش‌ها، نه از عقیده، بلکه این یک تصمیم سیاسی است. همون نام اسلامی گذاشتن هم یک تصمیم سیاسی بود، نام اسلامی را تغییر دادن هم یک تصمیم سیاسی است، هیچ ربط به عقیده و ایمان ندارد. در دنیا هستند بسیار احزاب اسلامی که در مسائل دینی از ما متشدد هستند اما نام اسلامی ندارند، نام عدالت دارند، نام مبارزه دارند، نمیدونم وطن دارند، یک چیز دیگر است. یعنی ما با گرفتن نام اسلامی و تغییر نام اسلامی نه یگان فعالیت بگیم تطبیق شریعت رو در اینجا انجام داده میتونیم در تاجیکستان، نه اگر مثلا نام رو تغییر دادیم یگان چی از ما کم میشه. خب سوال دیگر که شما گفتید آیا من خود را مسئول میدونم؟ بله برادری عزیز، کی میگوید که من خود را مسئول نمیدونم؟ من در برابر دیگر برادران، دیگر مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئولیت بیشتر دارم، برای آنکه من رهبر حزب بودم، رهبر حزب هستم حالا و مسئولیت من بیشتر است. اما این که بگیم که تنها یک نفر مسئولیت دارد این خیلی نیست. یک نکته را فراموش نکنید که برادرانی عزیز، اگر یگان نفر دیگر رئیس حزب می بود یا الان رئیس حزب شود، مثلا در همون سالها اگر یک نفر دیگر رئیس حزب می بود، آیا امام علی رحمان حزب رو منع نمیکرد یا یگان تصمیم دیگر میگرفت؟ من وقتی که با سید میمون یتیموف گفتم که گوش کن به امام علی رحمان برسون که ما خودمون در انجمن ماه سپتامبر همه تصمیم گرفتیم الکی که من تغییر کنم، من از رئیسی رفته ایستادم، چون این تصمیم خودم است، تصمیم رهبریت است. من در شورای سیاسی نهضت روز 2 مارس این تصمیم رو گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم. نام حزب رو هم خودمون شورای سیاسی تصمیم گرفت که تغییر بدهد، بعضی از برنامه‌های حزب رو تغییر میدهد، ولی اونها دیگر برای اونها مهم نبود که کبیری رئیس است یا کسی دیگر. برای اونها مهم بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور ممنوع اعلان شود. هر کسی هم می بود ممنوع میشد. چرا ما رو ممنوع کردن؟ برای آنکه ما دیگر قوی شدیم، تبدیل به خطر شدیم. اگر ما هم یک حزب ضعیف میموندیم، یک حزب ناکاره فقط نام اسلامی داشته باشیم و نقش اپوزیسیون رو بازی کنیم برای رحمان، ما رو نه میبستن نه ما رو یگان مانع میشدن. مثل که رحمان با رحمتی استاد گفت که برعکس شما باشید، بگذار همین شکل دوام کنید، برای اینکه این افتخار ما هست. ما هم تا امروز میتوانستیم همچون افتخار یک دیکتاتور باقی بمانیم، همچون نقش اپوزیسیون رو بازی کنیم که رحمان در خارج برد بگه که در ما دموکراسی است، حزب اسلامی است.
اما وقتی ما گفتیم که نه ما آماده نیستیم که نقش لختک رو بازی کنیم، ما یک حزب سیاسی قوی هستیم، برای اهداف برای آرمان‌های ملت تاجیک روی صحنه آمدیم و مبارزه میبریم و تبدیل شدیم به خطر برای رحمان ما را بستن. هر کسی همین گپ رو میگفت، چی کبیری باشد چی غیر کبیری، او محکوم به ممنوعیت و به کشته شدن و به زندان و به مهاجر شدن بود. نظری ما همین است برادری عزیز. تشکر زیاد استاد. دو نفر دیگر هستند استاد، اگر راضی باشد اونها را قبول کنیم. بله 2 نفر باشد خیلی خوب. ولی زیاد هستند اما همین 2 نفر 3 نفر نشد. بله بفرمایید. 2 نفر خیلی منتظر موندگی هستند، به همینها ظلم نشود. خیلی خوب. شریف هستید شما؟ خب برادر شریف نیست. سروچنا گپ زنید. سروچنا گپ زنید. بخشش عذر دویم بار است که من در همین برنامه اشتراک میکنم. چی گفتم؟ اون گپی قبیح نزده باشم، اون گپی بالان شده باشه، اون گپی بالان گفتگی باشم در همین سخنرانی ما. خیلی عذر میپرسم ام استاد، عذر میپرسم اون که اون گپی بالان گفته باشم در همین بین برنامه در همین سیاست، عذر میپرسم در همین چی گفتم. شما یگان وقت رو افتاده نشین. خیلی برادر هستن که پشت اکران پشت پرده تیار هستند. پناهتون بخدا. سلامت باشید. نه اصلا یگان گپی دغل نبود، یک انتقاد بسیار خوب سخت بود ولی انتقاد سالم سازنده بود. من واقعا نیاز به همین گونه انتقادات دارم. چرا نه؟ دروغ میگن کسانی میگن که کبیری انتقاد را دوست نمیدارد، از انتقاد میترسد. هیچ کس انتقاد غرضناک و ناسالم را دوست نمیدارد. من هم دوست نمیدارم. اما همین گونه انتقاد سخت سالم سازنده باشد، مرا وادار کند که بیام باز بیشتر عمل کنم، گفت خودتان موتیواسیا بدیم. من نیاز به این دارم. ولی ببینید من ناامید نیستم برادری عزیز. دیگر دوستان اگر ناامید میبودم باید که رها میکردم میرفتم. من میگم که با اون مثل پیشینه که فکر میکردم ملت تاجیک بیدار است، از اون یک کمتر ناامید شدم و باز با خودم مسئولیت بیشتر گرفتم که این ملت رو بگذار طولانی تر هم باشد بیدار کنیم. من بیدار کنم، شوکت کند، دیگر برادران و خواهران در نیروهای دیگر و نهضت و پیمان ما باید بیدار کنیم. چرا؟ ببینید ملت تاجیک در سالهای 90 بیدارترین ملت بود. اگر ملت بیدار نمی بود ما مثال با اون وضعیت و با اون حکومت دموکراتی نمی رسیدیم. و امام علی رحمان گرفت همین ملت بیدار را به یک تبدیل به یک ملت خواب‌آلود غفلت زده کرد. این رو باید اعتراف کنیم. البته همش رو نه، همه ملت رو نتوانست، اما اکثریت رو تبدیل به این حالت رساند. کی میگوید که یک نفر نمیتواند؟ من به این باور هستم که میتواند یک حکومت یک ملت رو به حالت غلامی برساند. کره مثال همین است. کره جنوبی در چه حالت است؟ هوندای و سامسونگ میبرارد که دیگر رقابت با ژاپن و آلمان دارد. کره شمالی در چه حالت است؟ یک ملت است. 60 سال پیش یک ملت بود، یک دین بود، یک دولت بود، ولی وقتی که یک گروهش یک قسمش افتاد در دست کمونیست‌ها کره شمالی، یک گروهش افتاد در دست دموکرات‌ها، کره جنوبی یک ملت آزاد تبدیل شد که چند پرزیدنت رو زندانی کرد ولی ملت از بین نرفت. کره شمالی تبدیل به یک کشوری بسته شد که یک انسان، یک خانواده، خودش و امروز خواهرش ملت رو به یک توده غلامان تبدیل داده است که با کمند میخندد، با کمند میگیرد. برای همین باید یک کتاب است، همین اخیراً مؤلفان این کتاب صاحب جایزه نوبل شدند. یک مؤلفش ترک است، ترک مقیم امریکا، استاد دانشگاه هاروارد. نام کتابش این است که چرا بعضی کشورها ناکام میشوند بعضی‌ها پیشرفت میکنند. خیلی با یک زبانی ساده، منظورم انگلیسیش خیلی انگلیسی ساده و روان نوشته شده است. همین کتاب را بخوانید. برای همین نظریه‌شان مؤلفان هر دو کتاب جایزه نوبل اقتصادی را صاحب شدند. تصور کنید در همین کتاب یک نظریه پیشنهاد کردن که برخلاف همه این نظریه‌های پیشینه هست. خلاصه نظریه‌شون چی است؟ پیشرفت یا عقیمانی یک ملت نه ربط به دین دارد، نه ربط به فرهنگ دارد، نه ربط به زبان دارد، نه ربط حتی به
موقع جغرافی دارد، چون بعضیا میگن که کشورهایی که در ساحل بحر هستند اینا پیشرفتی بیشتر دارن چون کمونیکاسیا ارتباطات اقتصادی بیشتر دارن، یا کسی که دینش مثلا مسیحی باشد یا پیشرفت دارد. بعضیا بر این نظریه‌اند که دین مبین اسلام ملت‌های مسلمان را باعث عقب رفتن شده است، یا که افریقایی‌ها عقب ماندند و اروپایی‌ها پیشرفت. اینها آمدند با دلیل‌های بسیار منطقی، اقتصادی و سیاسی اثبات کردند و جایزه نوبل گرفتند که نه، اینا هیچ ربطی به دین و زبان و جغرافیا ندارد، بلکه ربط به یک چیز دارد، به نظام حاکم. حاکمیت در دست کی هست؟ مثال آوردن از افریقا، زیمبابوه و بوتسوانا، هر دو ملت افریقایی همسایه یکدیگر. بوتسوانا تبدیل شده است به یک کشور پیشرفته اقتصادی و سیاسی که درآمد اهالیش در سطح اروپا رفته است، قریب اروپا نزدیک. زیمبابوه با کشور عقب مانده است. پس افریقایی بودن هیچ ربط ندارد. مثال آوردن کره را، کره جنوبی شمالی. مثال میارن بعضی کشورهای اروپایی، لوکاشنکو کشور اروپایی است، مثلا بلاروسیا، و پولش کشور اروپایی است، هر دو همسایه هستند. اروپای گدیر کشور نمیس بود، یک دولت بودن، فرگه کجا رفت و گدیر کجا رفته بود. امروز که هر دو یک جای شدن، یک نظام حاکم، گدیر هم آلمان شرقی هم پیش رفت. یعنی از حاکمیت وابسته است. ملت تاجیک امروز در دست یک حکومت خانوادگی عقب مانده غلام طبیعت است، تفکرات غلامی دارد. ما در همین حالتیم. اگر همین ملت تاجیک چخیلی که در دوام 30 سال به این حال گرفتار شد در دست یک حاکمیت دیگر برسد، یک حاکمیت مردمی پیشرفته، یک انسانی که تفکری پیشرفته دارد، مطمئن باشد در 5 سال نشانه های اولینش را خواهد دید که ملت به کجا رسیده است. من از این ناامید نیستم، اما از اون ناامیدم که رحمان ملت رو به همین حال آورد. ما باید اکنون مبارزه بریم، تلاش کنیم با فهمانده دادن، با چشم ملت رو باز کردن که ملت سزاوار یک زندگی بهتر است. این کار رو انشاءالله خواهیم کرد برادر. تشکر زیاد. همین نفر آخران مرگ بر ظالم بفرمایید. مرگ بر ظالم هستید شما؟ نام چی هست؟ سلامت باشید. به فکرم خب دیگر با همین شعار مرگ با ظالم تمام کنیم دیگر. بسیار خوب. با همین شعار برنامه امروز رو به اتمام میرسونیم. تشکر به شما استاد که طول 2 ساعت، زیاده از 2 ساعت است، در خدمت ما بودید و چندی از سوالهای خودم ماند. خیر به خودتون میتونم یا به برنامه‌های دیگر میمونیم، چون دیدم که سوالهای من گونه شدنی نیستن. حتما در برنامه آینده نصیب باشد انشالله مطرح میکنیم. و تشکر به شما استاد. اگر یگان گفتنی باشد که ما نپرسیدیم، شما گفتنی هستید میگفتید و با همین برنامه رو به انجام میرسونید. و شوکت جان با شما و با تیم همکارتون هم تشکر، به مردم، به ملت، بخصوص به کسانی که سوال دادن، منتظری سوال نشستن، به اونها هم واقعا یک تشکر بسیار صمیمانه. فقط امیر رو گفتنی هستم که همین گونه صحبت‌های یعنی آشکار و آزاد با مردم همیشه پیوسته باشد. ما هم آماده هستیم، در خدمت مردم هستیم. فقط من خیلی میخواستم که ما باید سطح صحبت‌ها رو یک کمی بالاتر بریم و خدا را شکر میگم که دیگر مردم از این سوال‌های کهنه شده تکراری که چرا در بین مخالفین این اختلاف‌ها هست، چرا مثلا کبیری رو تنقید میکنن، چرا نهضت رو تنقید کردن، چرا فلانی رفت فلانی آمد، الحمدلله که مردم ملت دیگر از این گونه سوالهای تکراری به فایده سر شد، دیگر گذشت از این مرحله. اگر در آینده هم باشد اشکال ندارد، از بابی فهماندگی ها و مسئله رو روشن کردن خوب است، اما من احساس کرده استم که سطح فکری مردم بالا رفته است، دیگر دنبال این مسئله نمیگردن. اون چیزی که در بین مبارزین میگذارد این رو طبیعی قبول کرده ایستادن و باید طبیعی هم قبول شود. نه یگان جای فاجعه است، نه یگان جای ناامیدی هست، جای افسوس هست اما جای ناامیدی نیست و انشالله که این گونه صحبت ها ادامه خواهند داشت و من باور دارم که دیر یا زود حتما باز یک شرایط پیش می آید که
اون وقت دیگر ما اون حرف نهایی و اون موتیواسیون اساسی رو به ملت خواهیم گفت که اکنون ملت وقتی عمل رسید. الان هم وقتی عمل است، اما عمل حقوقی، عمل دیپلماتی، عمل سیاسی، عمل کمک به مبارزین واقعی، من نمیدونم حالا جایش هست یا نیست، شاید در صحبت‌های بعدی به یک شکل ما هم به مردم بگوییم که دیگر کار به اون مرحله رسیده است که نه، حالا نمیگم برای مبارزه عمومی، حالا مبارزه عمومی پهلوهای گوناگون دارد، کار رسانه‌ای دارد، کار نمیدونم همه چیز دارد، اما برای مثلا اون کاری که ما این پرونده واقعا هم زحمت کشیده شده است، برای آنکه چند تا ادوکات هایی که شبانه روزی کار میکنن، یادمان نرود که 1 ساعت ادوکات در دادگاه بین المللی $400 است، 1 ساعت کاریش. یعنی اگر کبیری میلیونر هم باقی بماند و مانده باشد هم پولش نمیرسد. یعنی در اینجا برای این گونه کارها باید واقعا دست رو به ملت آورد. اما من نمیدونم آیا کی ما اگر بازم توانستیم و خودمان همون کاری که نیم 4 سال انجام شد انجام بدهیم، مطمئن باشد که ملت ما این نیستن که بیایم بگیم که با ما کمک کنید ما شما را به پیروزی میرسونیم. نه، ما برای یک کاری مشخص ممکن مراجعت کنیم، اما اگر که مراجعت نکردیم پس بدانید که این قسمت کاری دشوار و خیلی هم قیمت رو باز هم توانستیم انجام بدهیم. ولی اگر مراجعت کردیم مبادا با هر شکل باشد بدانید که پس دیگر یعنی کار به حد رسیده است که برای همون کار مشخص یک کاری رو انجام بدیم. ببینید نهضت اسلامی تاجیکستان امانتگزاری خود را اثبات کرد. در همین وضعیت غزه ما نه شعار پرتافتیم، نه در همه جا خود را مبارز و پشتیبان مردم مظلوم غزه نشان دادیم. اما وقتی که شرایط بود و بعضی برادران مخلص و سخاوتمند پیدا شد، امانت اون برادران رو به مردم غزه، به مردم گرسنه غزه خیلی خوب رساندیم و هم برادران راضی ماندن، تشکر گفتن چون دیدن که امانتشان رسید، هم برادران مردم مظلوم غزه خیلی از ملت تاجیک منتدار شد. چرا؟ چون که این کمک نه از نام کدام حزب سیاسی رفت، نه از نام من رفت، نه از نام یک شخص، از نام ملت تاجیک رفت. در اون نوارها و ویدیوها اونا خیلی خوب در اونجا این را ثبت کردن و با اون برادران سخاوتمند رسانده شد. دیگر کاری اونها است که این را رسانه‌ای میکنن نمیکنن، یا اینکه میخواهن که این بین آنها و پروردگار سیر باقی بماند. اینم کار خوب است، اما مطمئن باشد که اگر ما مراجعت کردیم به مردم، برای کاری خاص مراجعت میکنیم، برای مقصدی خاص، برای یک برنامه خاص، نه اینکه با شعارهای عمومی که ما برای مبارز هستیم، برای مبارزه کمک کنید، اگر ما رو کمک پولی کردید حتما ما پیروز خواهیم شد. نه، ما برای اون کاری خاص که اون کاری خاص نام دارد، هدف دارد، زمان دارد. اگر به این مرحله رسیدیم بعد مراجعت خواهیم کرد. ولی حالا هم بدانید که باور کنید هر روز هم این جرأت رو نداریم که با مردم در این باره مراجعت کنیم. خداوند نگهبانتون باشد تا صحبت‌های بعدی. سلامت شما شوکت جان، تیمتون و مردم در پناه خدا باشید. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید، در پناه خدا باشید. سلامت باشید. زنده باشید. تماشابینان عزیز، تا همین اینجا بود برنامه امروزه ما. فقط به یک همین مسئله در اینجا اشاره شد. 8 سازمان بین المللی سنه 4 آگوست اظهار دادند که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تاجیکستان فشار بیارند تا اینکه حکومت تاجیکستان سرکوبگریش را در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان بس کند و همچنین طلب کردند که 8 سازمان با نفوذ بین المللی طلب کردند که از کشورهای عضو سازمان ملل متحد شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دادگاه بین المللی جنایی گاگ را پشتیبانی کنند، از آن پشتیبانی کنند.
این هم یک دستاورد نوبتی بزرگ است و انشالله امیدواریم که صدای این 8 سازمان با نفوذ بین المللی شنیده خواهد شد و از بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد کشورهای پیدا خواهند شد که حتما ناموسشان بالا می رود، در پهلوی یک دیکتاتور ایستادن را برای خود ننگ می دانند، ناموس می دانند و حتما از این شکایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دادگاه بین المللی گاگ پشتیبانی خواهند کرد و دعا کنید دوستان عزیز، هر آن کس که در دعا هستید پس از نمازهای فرضی دعا کنید. هر نفری که به نمازهای تهجد میخیزد در نمازهای تهجدتان دعا کنید و شخصان مستجاب الدعوه رو میشناسید بروید از آنها دعا بگیرید تا اینکه ملت به پیروزی برسد و در پهلوی دعا کسانی که جسم و جانتان برای مبارزه بردن قوت و قدرت دارد بیایید دستی هم بگیریم. کسانی که هنری منتج کردن، هنری سیناری آفریدن، هنری گپ زدن، هنری مجرگی برنامه دارید، هنری حقوق شناسی دارید، هنری سیاسی دارید، در پهلوی سیاستمداران بودن میخواهید، با سیاستمداران همراه مبارزه بردن میخواهید، کسانی میخواهید که در مسئله های حقوقی گرچند که نامتون ذکر نشود در مبارزه شریک باشید، حتما تماس گیرید. حتما شما خواهش داشته باشید ما رو پیدا میکنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. یک شما را تا برنامه های دیگر به الله میسپارم در پناه خدا.